رسوایی نماینده آیت الله قزوینی در شبکه وصال حق. قزوینی دروغ میگوید. شما بفرمایید، یک سوال ازت میکنیم. کل بخاری شما که اجماع اهل سنتی که صحیح ترین کتاب هست، آقای ذهبی و دیگران آمدن گفتن که جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نبوده. ذهبی و دیگران آمدن گفتن که جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نبوده. خب بفرمایید، یعنی کل احادیث صحیح بخاری شما زیر سوال میره. شما بیایید برای ما اثبات بکنید وثاقت جناب آقای بخاری رو. شاگردانش در چندین برنامه سعی میکنند از وی دفاع کنند. همین کلیپ رو اومدن گفتن بله آقای قزوینی، آیت الله قزوینی اشتباه گرفت آقای بخاری. این بخاری مال قرن 5 نه با محمد بن اسماعیل صاحب صحیح فرق داره. خب استاد قزوینی کاش اینقدر واقعا جرأت دارن، خب چرا تماس بگیرن تو برنامه‌هاشون بگن بله اینجا که این رو گفتید اشتباه گرفت. در خصوص های شریفی ما خیلی وقت کم داریم، 30 ثانیه. بله. در خصوص های شریفی گفتن یه بار دیگه شما تایید کنید ایشون رو. بله نه، ایشون که وقتی میان در این شبکه‌های وهابی با اینها مناظره میکنن، ایشون مورد تایید ما هست. اگر ایشون رو شکست دادن ما شکست خودمون حساب میکنیم. ایشون مورد تایید ما هست. اگر ایشون رو شکست دادن ما شکست خودمون حساب میکنیم. دیگه از این بهتر با ما که حاضر نیستن. با آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی ها حتی بیان با این بحث کنن دیگه معلوم بشه که چیه قضیهش. بله ایشون کاملا مورد تایید ما هستن از هر جهت. بله ایشون کاملا مورد تایید ما هستن از هر جهت. ما تصمیم را بر این گرفتیم همانطور که این شبکه وهابی را با تماس‌های تلفنی مفتضح نمودیم و آنها تنها راه مقابله با شیعیان را وصل نکردن تماس‌های آنها پیدا کردند، این حجمه و تماس‌های خود را به سوی شبکه وصال حق یا بهتر بگوییم وصال ناحق نشانه رفته و به این شبکه رسما اعلام می‌کنیم که منتظر حجمه بینندگان شبکه ولایت از بعد از ماه مبارک رمضان باشند و به حول قوه الهی همانطوری که ما توانستیم اثبات کنیم بطلان شبکه کلمه را، بطلان این شبکه را هم اثبات خواهیم کرد و این شبکه را مفتضح‌تر از قبل خواهیم نمود ان شاء الله. جناب آقای انصاری مدیر وصال شبکه وصال حق، از بعد از ماه مبارک رمضان منتظر ما باشید و شما هم باید فکری برای وصل کردن تماس‌های تلفنی بینندگان شبکه ولایت در نظر بگیرید. شریفی برای مناظره با شبکه وصال حق تماس میگیرد. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید بیننده گرامی؟ من شریفی ام آقای انصاری، برای بار 25 فکر میکنم. شریفی، آقای شریفی، آقای علی شریفی، من میتونم یه سوال خیلی ساده از شما بپرسم؟ بفرمایید. شما چند کیلو وزن دارید؟ جان؟ چند کیلو وزن دارید؟ به اندازه شما وزن دارم فکر میکنم. من خواهش میکنم 1 کیلو باشید، مرد باشید. 1 کیلو باشید، غیرت داشته باشید. آقای علی شریفی، من از شما مدارکتون رو خواستم. لطفاً مدارکتون رو بفرستید. اجازه بدید من جوابتو بدم؟ جواب با ادب و با تربیت. یک کلمه بالا پایین صحبت کنی قطع میکنم. شما مؤدب صحبت کن تا مؤدبانه باید صحبت این به شما مربوط نیست. من اینجا این شبکه مال منه. من در شبکه خودم دارم صحبت میکنم. خب ممنون که شما باید مقید به نظام و قوانین شبکه ما باشید، نه اینکه برای ما تعیین تکلیف کنید. این ادب هم چیزیه که من باید به شما تاکید کنم ادب داشته باشید. آقای علی شریفی، شما لطفاً چرا مدارکتون رو نفرستادید؟ با اینکه در تلفن به من قول دادی، در ایمیل به من قول دادی و در همین برنامه زنده‌ام به من قول دادی. اجازه بده جوابتو بدم. بفرمایید. من ضرورت و فرستادن مدارک بارها گفتم، الان میگم هیچ مشکلی ندارم. تو تماس‌های قبلی هم که من زنگ زدم برای مناظره گفتم من شرط دارم، اجازه بده من شرطمو جلو بیننده ها بگم، مدارکا رو میفرستم. شما قطع کردید. شرط صحبت شده. شما مدارکتون رو بفرستید، ما یک دروغی از آقای قزوینی پخش میکنیم، شما قبول کردید که به این دروغ جواب بدید. بعد از اینم شما 3 دقیقه وقت خواستی، من گفتم 10 دقیقه بهت وقت میدم. همه بیننده شاهد هستن که در اینجا صحبت شده در همین برنامه. من شرایطمو نگفتم، اجازه بدید الان شرایطو بگم یا نه؟ شما هر روز رنگ عوض نکنید. یک مرتبه در مورد شرایط صحبت شد. رنگ
عوض آقای انصاری دیگه مؤدب باش، باز دوباره نرو رو بحث. آقای علی شریفی، شما یک مرتبه اینجا شروط مناظره صحبت شده که ما یک دروغ از قزوینی پخش میکنیم، شما این دروغ قزوینی رو پاسخ میدید، بعد خواستید که 3 دقیقه به شما وقت داده بشه که به اصطلاح دروغ از ما پخش بکنید و ما پاسخ بدیم. من گفتم به جای 3 دقیقه من 10 دقیقه به شما وقت میدم. شروط مناظره صحبت شده. میخواید که من صداتم پخش بکنم دوباره بذارم اینجا؟ خب این که موضوع مناظره، شما وقت فرق شروط مناظره با موضوع مناظره نمیدونید. آقا برای من ببین، برای من شروط و موضوع صحبت نکن. من همین چیزا رو بلدم، این بازیایی که شما میخواید بکنید. من حرف بزنم. آقای علی شریفی، من الان نه شما مدرک میخوام، نه سند میخوام، نه تسکیه از قزوینی میخوام، هیچی نمیخوام. به عنوان یک بیننده عادی هم باهات صحبت میکنم، نه به عنوان یک لوله‌کش یا سیمکش یا به عنوان یک محقق در دین و مذهب. من یک نکته ای که شما 2 تا برنامه 2 ساعته گذاشتید به خاطر اینکه اینو جمع بکنید و اون دروغی بود که آیت الله قزوینی در مورد امام ذهبی گفت که امام ذهبی گفته که امام محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری رو ثقه نمیداند. ذهبی صاحب کتاب صحیح بخاری را ثقه نمیداند. مرد مردانه و با جرأت در همین برنامه همین الان لطفاً به این پاسخ بدید. هیچ مشکلی نیست برای پاسخ دادن. من ترس وای نیست پاسخ. بسم الله همین الان پاسخ بدید. نه شروط میخوایم، نه موضوع میخوایم، هیچی هم نمیخوایم، مدرک هم ازت نمیخوام. همین الان پاسخ بده. اجازه بده من حرف بزنم. بسم الله. جواب بده، بعد میخوام حرف بزنم تو حرفم. چون شما رو میشناسم، از این باب کتاب مهد بخوام جواب بدم تلفن بنده رو قطع کنی. قطع نمیکنم، مستقیم برو رو موضوع. یک کلمه چپ و راست گفتی قطع میکنم. آقای قزوینی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری رو امام ذهبی میگه که ثقه نیست. لطفاً این دروغ آیت الله قزوینی رو بگید که در کجا گفته امام ذهبی. خب الان تعیین وقت کن، همین رو جواب بده. همین الان صحبت بکن. داخل موضوع. من اصلا همه وقت برای شما. من هیچی صحبت نمی کنم. بسم الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من 5 دقیقه از شما وقت میخوام بدون که تماس بنده رو قطع کنید تا من توضیحات جناب آقای ذهبی در رابطه با آقای بخاری رو خدمت شما عرض کنم. قبوله؟ قبوله. خیلی خوب. اگر توی 5 دقیقه تماس من قطع کنی، فحاشی کنی، یعنی من فحاشی نمی کنم. یک لحظه که من اینجا یک نکته رو بگم که بینندگانم شاهد باشن. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، آقای علی شریفی به نمایندگی از قزوینی میخواد به یکی از دروغای قزوینی جواب بده و آن این است که باید نصی رو بیاره از کتاب امام ذهبی که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری ثقه نیست. بسم الله. یک کلمه نمیدونم رفتی ابو زرعه و ابو فلان همه اینا رو ما صحبت کردیم در اینجا، ساعت‌ها بهش پاسخ دادیم. تکرار نگاه رفت دوباره همون کارو خودت شروع کردی. اینجا هست دوستان عزیز، این جلد 11، اینم جلد 12، اینم کتابایی که این آقای شریفی نشون داد، کتابایی که به این استناد کردن نشون دادن. از این کتابای ذهبی برای من هر کدومشو که میخوای بگو که من باز بکنم، همینجا در صفحه تلویزیون نشون میدم. شما بگو که در کجا گفته امام شمس الدین ذهبی در کجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. هیچ شروطی هم نمیخوام در این مناظره. این کتاب. 5 دقیقه ساکت باشی من جوابتو بدم. بسم الله. هنوز من شروع نکردم که دوباره قطع کردی که. آقا قطع نکردم. مرد باش آقای شریفی، گفتم 1 کیلو باش، مرد باش. این کتاب سیر اعلام نبلا جلد 11 و 12 اینجا رو میز من هست، دوربینم نشون میده. شما بیا از این کتاب ثابت بکن که امام شمس الدین ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. بسم الله. آقا ساکت باش تا جوابتو بدم دیگه. بسم الله. من دارم میگم 5 دقیقه وقت دیگه باش، با دوباره میاد حرف میزنه. لا حول ولا قوت. آقا صحبت کن، چرا حاشیه میری؟ صحبت کن. بسم الله. نمیذاری حرف بزنم. بسم الله. خب آقای قزوینی فرمودن جناب آقای ذهبی جناب آقای بخاری رو تضعیف کردن و جناب آقای مناوی یکی از علمای بزرگ اهل سنت هم در این رابطه به جناب آقای ذهبی توپیده و در شبکه وصال اومدن مطرح کردن که این ذهبی، این بخاری که جناب آقای ذهبی اومده اینجا بهش توپیده، بخاری قرن 5
که شخص کذابی بوده و جناب آقای مولوی عبدالقدوس دهقان هم گفتن این مناوی. ببین آقای شریفی باز داری چپ و راست میری. من خواهش میکنم قضیه مناوی و غیره بعد از این موضوع بود. ایشون گفت که ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. اگر مرد هستید جرأت دارید این رو ثابت بکنید که امام ذهبی در کدوم کتابش گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. خواهشاً در چارچوب این موضوع صحبت بکنید. خواهش میکنم تمنا میکنم بینندگان گرامی میلیون ها نفر دارن میبینن این برنامه رو. مرد باش آقای شریفی، یک نص از ذهبی بیار. از ذهبی قزوینی گفته که ذهبی میگه که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. اگر فارسی نمیفهمی من برات حالی بکنم. یک نص از ذهبی بیار. مناوی و ابو زرعه و عیون و فلان و فلان به اینا من کاری ندارم. یک نص از ذهبی بیار. مردانه جرأت و شهامت داشته باش. بسم الله. آقا چرا حرف منو قطع میکنید؟ تو قول ندید 5 دقیقه ساکت باشی. اگر که چپ و راست رفتی من گفتم که من قطعت میکنم. خائنی هستی که تو حرف میپری تا وقت میپری. فحاشی نکن. منافق و خائن رو بینندگان عزیز میشناسن. چرا 5 دقیقه من قطع کردی؟ چرا من قطع کردی؟ آقا در چارچوب موضوع صحبت بکن. دقیقاً تو موضوعه. من دارم موضوع رو مشخص میکنم. یک نص از امام ذهبی بیار که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. بسم الله. آقا میارم. همه اینا رو برات میارم. مرد با جرأت داشته 5 دقیقه قطع کن اصلا منو. همین رو بیار. یک کلمه اینور اونور گفتی من قطع میکنم. من این شرط از اولم گذاشتم. بسم الله. من دارم این همون کلامی که قطع بدش رو دارم میگم. چرا قطع میکنی؟ چرا صدا میبری؟ آقا یک کلمه از امام ذهبی بیار که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. بسم الله. قسم بخور به والله، قسم به همون ابن تیمیه خدا قسم خور 5 دقیقه منو صدا من دوباره به قسم میکنم. من هر موقعی که خارج از موضوع صحبت کنی صداتو قطع میکنم. میگم که آقای شریفی برگرد به موضوع. من مثل شما توهین نمی کنم که به من گفتی خائن و منافق. شما اگر مسلمان هستی، اگر خائن نیستی، اگر منافق نیستی بیا ثابت بکن که امام ذهبی. من هر موقعی که شما چپ و راست رفتی من شما رو میارم تو جاده راست. این شرط رو گذاشتم. هیچ چپ و راستی هم نیست. بسم الله. دروغ عبدالقدوس دهقان من رو کنم اینجا. توهین نکن آقای شریفی. مرد باش. گفتم 1 کیلو باش، مرد باش و حرف ذهبی رو بیار که در مورد امام محمد ابن اسماعیل بخاری گفته باشه. بسم الله. نامردون کسی که قول میده و زیر قولش میزنه. گفتی 5 دقیقه وقت میدم این حرف ذهبی رو میخوام بزنم. چرا قطع میکنی؟ بفرما حرف خود ذهبی در کجا گفته؟ آقا این دفعه اگر اومدی تو حرفم مشخص میشه نامرد کیه. شما مرد باش اینو ثابت بکن در کجا گفته ذهبی. خب تو که نمیذاری که. آقا این دو تا کتاب ذهبی که شما بهش استناد کردی در برنامه‌تون، جلد 11 و جلد 12. بسم الله. کدوم صفحه شما من باز بکنم؟ بسم الله. ساکت باش 5 دقیقه. 5 دقیقه ساکت باش. بسم الله. من کدوم صفحه شو باز بکنم؟ یلا. ساکت باش. بیننده‌های عزیز شاهد باشین دیگه رفتار این آقا رو. خب مطلب اینطور بود که این جناب آقای عبدالقدوس دهقان اومد گفت آقای مناوی هم بدون هیچ گونه درگیری، بدون هیچ گونه دعوایی هیچی نگفته به جناب آقای ذهبی و این مناوی. آقای شریفی دوباره داری از بحث خارج میشی. دوستان عزیز، بینندگان میلیون ها نفر شاهد باشید. این آقا داره فرار میکنه. من این کتاب ذهبی دستم است. مرد باش شریفی. اگر مردانگی داری از این کتاب نشون بده که امام ذهبی در کجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. بسم الله. کسی که نمیذاره طرف مقابلش حرف بزنه با اینکه قول داده. ساکت باش تا من توضیح بدم اصلا چی هست داستان برای بیننده. یک لحظه مستقیم وارد ذهبی شو. من نمیگم که شیخ عبدالقدوس دهقان چی گفته فلانی چی گفته. شما قزوینی گفته که امام ذهبی توثیق نکرده، تضعیف کرده محمد ابن اسماعیل بخاری رو. شما من الان کلیپ تو دارم که نص ذهبی رو میاری به دروغ ترجمه میکنی برای مردم. همین الان من کلیپ تو اینجا دارم پخش میکنم. الان شما از همین کتاب سیر اعلام نبلا هیچ ترس واهمی نیست. من خودم زنگ زدم. اگه من بسم الله. شما به دامی افتادی که انشالله همینجا من آبروتو میبرم. بسم الله. آبرو تو موقعی رفت پول ملازم دادی. ببین آقای شریفی منافقت نکن. مرد باش. 1 کیلو باش، مرد باش. حرف قزوینی رو دوستان کلیپش آماده بکنن. نص حرف قزوینی رو ما پخش کردیم. الان هم دوستان آماده میکنن پخش میکنیم. شما لطفاً بگو که ذهبی در کجا محمد ابن اسماعیل بخاری رو گفته که ثقه نیست و ضعیف است. بسم الله. 1 کلمه از ذهبی بیار. آقا اول ساکت باش. 5 دقیقه قسم بخور که ساکتم. من قسم میخورم والله الذی لا اله الا هو. بینندگان عزیز و گرامی،
به الله متعال قسم، به رب الکعبه قسم، این آقا دروغ میگه و یک نصی از کتاب ذهبی نمیتونه بیاره که امام ذهبی گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. اگر مرد هست، اگر جرأت داره، اگر شهامت داره، یک نص بیاره. من 2 تا کتابو، من 3 ماهه که این کتابا رو میارم اینجا با امید این که علی شریفی زنگ بزنه و این دروغشو من آبروشو ببرم در اینجا. الان این کتاب سیر اعلام نبلا جلد 11 جلد 12 یک نص بیار که امام شمس الدین ذهبی گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. مرد هستی از این کتاب بیار، جلد و صفحه‌شو بگو تا من برات باز کنم. بسم الله. خب تو که میگی 3 ماه منتظری که من تو همین صبح 20 دفعه زنگ زدم قطعم کردی که دروغ به خاطر که بی‌ادبی، به خاطر اینکه تربیت نداری. اگر ادب و تربیت داشته باشی، اینجا کسانی اومدن 1 ساعت هم با من صحبت کردن، من قد نکردم. تو داری تهمت می‌بندی. آقا اینا رو بذار کنار، اینا رو بذار کنار. من راه فرار تو رو میشناسم آقای شریفی. تو رو مرد هستی از این کتاب ذهبی نشون بدی کجا گفته محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست، ضعیف است. بسم الله. 5 دقیقه من وقت میخوام جوابشو بدم. اگر یک کلمه خارج از ذهبی صحبت کردی همین الان صداتو قطع میکنم، دوستان شاهد باشن، نگه که بعد فلانی جواب من رو نداد فرار کرد. بینندگان عزیز گرامی، من از آقای علی شریفی به نمایندگی از شبکه ولایت و قزوینی هم تاییدش کرده، اومده که ثابت بکنه که امام شمس الدین ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ضعیف هست و ثقه نیست. من از ایشون میخوام مردانگی داره، شهامت داره، جرأت داره، از ذهبی یک کلمه بیاره که گفته باشه محمد ابن من ذهبی میگم محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست و ضعیف است. بسم الله. دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه بینندگان عرض سلام مجدد. اینی که دارم میگم چون به هر حال بیننده دارن میبینن عرض برخورد این آقا. من از دروغ‌های بقیه‌شون میگذرم، سراغ همین موضوعی که این آقا میگه میرم. بسم الله. خب حاج آقای قزوینی این مطلب رو فرمودن که تضعیف شده آقای بخاری توسط جناب آقای ذهبی. برای این قضیه ادله‌های مختلفی ما تو برنامه نداشته ذکر کردیم. از جمله اینها یکی از ادله اینه که خود جناب آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد خدمت شما عرض کنم 13 صفحه 71 بله. اسحاق بن راهوی میگوید هر حدیثی که ابو زرعه نمیشناخت آن اصل و اساسی نداشت. این حرف جناب آقای ذهبی. طبق همین مبنا خود آقای ذهبی ذکر کرده این مطلب رو که جناب آقای ابو زرعه روایات بخاری رو ترک کرد و اصلا از ایشون روایت نقل نمی کرد، بنابر همون قولی که از ایشون ظاهر شده بود، بحث لفظ به قول معروف ایشون میگفت خلق قرآن، لفظ خلق قرآن یا از اینها. این مطلب اولی که من به شما استناد کردم. جناب آقای ذهبی خودش این قاعده رو استفاده میکنه که ابو زرعه اگر یک روایتی رو ترک کنه اون روایت و اون راوی هیچ اصل اساسی دیگه اصل و ریشه ای نداره. خود آقای ذهبی هم همین رو نقل کرده که جناب آقای ابو زرعه بخاری رو ترک کرد به خاطر این مطلب. حالا همین شما به ما جواب بدید. این تضعیف آقای ذهبی در رابطه با بخاری اولین تضعیف. بسم الله آقای انصاری. آقای علی شریفی، ابو زرعه در موردش امام ذهبی میگه که هر حدیثی رو که ابو زرعه قبول نداشته باشه اصل و اساسی نداره. من هیچی دیگه نمیگم. مرد هستی، شهامت داری، یکی از روایت های امام بخاری رو که ابو زرعه رد کرده باشه برا من بیار. همین حرف ذهبی رو عزیزم ببین شما نفهمیدی، همینطوری که موضوع دومی که الان ذکر کردی گفتی امام بخاری به قضیه خلق قرآن اعتقاد داشت. ببینین از جهل مرکب شما و قزوینی این است که امام بخاری خلق قرآن اعتقاد نداشت. امام بخاری به قضیه خلق صدا وقتی که شما قرآن میخونید میگفت این صدایی که از شما خارج میشه اقوال تالین بهش میگن. در همون صفحه‌ای که نشون دادید اشتباه ترجمه کردید، من الان میارم کلیپ خودتو پخش میکنم. شما نفهمیدی که اصلا بخاری مشکل چی بوده با ابو زرعه. مشکل امام بخاری مشکل یک لحظه وسط حرفم نپر، بیادب گوش کن که من دارم صحبت میکنم. وسط حرفم نپر، وسط حرفم نپر، من دارم صحبت جوابت دارم میدم. یک حرفم تموم بشه. مرد هستی یک روایت بیار که امام بخاری قائل به خلق قرآن بوده. جهل مرکب شما اینه که امام بخاری میگفت که صدایی که از قاری قرآن خارج میشه مخلوق هست. به خاطر همین حرفش علما انقدر حساسیت داشتن به این موضوع
که امثال ابوزرعه روایات بخاری رو ترک کرد، یعنی از بخاری روایت نکرد، در حالی که همون احادیث بخاری رو از طرق دیگه روایت کرد. من چرا گفتم مرد هستی یک روایتی بیار که بخاری ابوزرعه گفته باشه که فلان حدیث بخاری رو من قبول ندارم. مشکل حدیث نبود، مشکل این بود که آقا من این قاری قرآن چون که از اخلاقش از تقواش خوشم نمیاد، نمیخوام از این قرآن یاد بگیرم، میرم از قاری دیگه یاد میگیرم. ثانیاً گفتی که بخاری قائل به خلق قرآن بود. مردانگی، شهامت داشته باش، ثابت بکن بخاری در کجا قائل به خلق قرآن بوده، از زبان محمد ابن اسماعیل بخاری یا از زبان امام ذهبی. ثانیاً من یک بار دیگر تاکید میکنم آقای علی شریفی به نمایندگی از قزوینی و شبکه ولایت زنگ زده که دروغ آیت الله قزوینی که گفته بود که امام شمس الدین ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری رو ثقه نمیدونه و ضعیف میدونه رو ثابت کنه. لطفاً در همین موضوع صحبت بکنید. دو موضوعی که شما صحبت کردید ربطی به این قضیه نداشت. خواهش میکنم برگردید به اصل موضوع و اصل قضیه و دروغی که قزوینی گفته. بسم الله. آقای انصاری شما جواب سوال من ندی، رفتی جای دیگه. موضوعمون فعلا بحث خلق قرآن نبود. بله. دوباره سوال پرسیدم آقای خلق قرآن خودت گفتی، همین الان گفتی. پاکت همین الان گفتی. همین الان نگفتی خلق قرآن محمد بن اسماعیل بخاری به خلق قرآن اعتقاد داشته؟ نگفتی؟ اونم میرسی. آقا به اونم میرسی. موضوع الله. اول ما این بود. ابوذر روایت بخاری رو ترک کرده. خودت هم اعتراف کردی. خودت گفتی ابوذر گفته من از بخاری نمیگرفتم، روایت از طریق دیگه میگرفتم. اعتراف خودت بود، احسن جان. ابوذر روایت بخاری رو ترک کرد. ذهبی میگه اگر ابوذر روایت کسی رو ترک کنه اون راوی و روایت هیچ اساس و پایه‌ای نداره. آقای شریفی برگرد سر ذهبی. من به این مسئله اصلا کاری ندارم. ذهبی در کجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست و ضعیف است؟ خواهش میکنم در داخل موضوع صحبت کن. خواهش میکنم فرار نکن. شریفی فرار نکن. در موضوع صحبت بکن. این کتاب بینندگان گرامی جلد 11 12 و 13 کتاب سیر اعلام نبلا شمس الدین ذهبی، آقای علی شریفی یک روایت بیاره از این کتاب یا از هر کتاب امام ذهبی که امام ذهبی گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست و ضعیف است. من خواهش میکنم آقای شریفی فرار نکن و از اینجا دلیل بیار. یک کلمه خارج صحبت بکنی من وسط حرفت باید بپرم و قطعت بکنم. آقای عزیز اینجوری فایده نداره تو حرف خاص طرف نفری. من 3 دقیقه تایم میخوام، 3 دقیقه دروغ نگو. در مورد موضوع صحبت کن، برات نیست وقت میدم. والله قسم میخورم اینجا، والله قسم میخورم که اگر علی شریفی در مورد تضعیف امام ذهبی شمس الدین ذهبی، من به یمین و یسار به کسی دیگه کار ندارم، در مورد دروغی که قزوینی گفته اگر صحبت بکنه نیم ساعت بهش وقت میدم. بسم الله. آقا 3 دقیقه تایم تو بگی تو حرف من نپس، 3 دقیقه وقت من بده تو موضوع هم دارم صحبت میکنم. علی که حاشیه هم نره. این کوچه بازی هم در نیاد. 3 دقیقه تایمر بذار. آقای علی شریفی لطفاً صحبت بکنید در مورد دروغ قزوینی که گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری رو ذهبی تضعیف کرده. خواهش تایمر نمیذارم، همینجا تایم همه بینندگان تایم بگیرن. بسم الله. ساکت باش حرف من نپس. مؤدب صحبت بکن در مورد موضوع. یک کلمه خارج از موضوع صحبت نمی‌کنی. دیگه ای بابا مسخرهشو در آوردی تو با این اخلاقت. ساکت باش 3 دقیقه دیگه. آقای علی شریفی مردانگی و جرأت داشته باش سر من داد نکش، با ادب صحبت بکن. قزوینی گفته که امام شمس الدین ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری رو توثیق نکرده و تضعیف کرده. لطفاً در این مورد صحبت کن. بسم الله. آقا من فارسی دارم حرف میزنم. منم دارم فارسی میگم، هم دارن متوجه میشن. بسم الله. این کتاب پیش منه. من دارم میگم آقای بیننده خوب دقت کن. ذهبی میگه اگه ابوذر روایت کسی رو ترک کنه این روایت و راوی هیچ اصل اساسی پایه‌ای نداره. ابوذر به اعتراف خود ذهبی بخاری رو گذاشت کنار. این آقای انصاری هم اعتراف کرد، گفت آقا ابوذر گفت من از بخاری روایت نمیگیرم، از طریق دیگه میگیرم. یعنی چی؟ یعنی بخاری رو ترک کرد. هم ذهبی میگه هم اعتراف این آقای انصاری. خود آقای ذهبی میگه آقا همچین کسی دیگه هیچ پایه و اساس ریشه‌ای نداره این شخص. کجا گفته پایه و اساس ریشه نداره؟ بخون نصشو. در کجا گفته ذهبی که روایتی رو که راوی رو که روایت هاشو ابوذر ترک بکنه این روایت هیچ اساس و ریشه و اصلی نداره؟ بخونی همین نص عربیشو. بخون. سیر اعلام نبلا جلد 13 صفحه 71 میگه یا اسحاق ابن راهوی یقول کل حدیث لا یعرف ابوذر الرازی فلیس له اصل. خب
این از این. خب کل الحدیث ترجمه کن اینو. اسحاق ابن راهوی میگه هر حدیثی که ابو ذر نمیشناخت آن اصل و اساسی نداره. خب کی گفته راوی؟ گفته حدیث. بخند به این بدبختیت، بخند آقای شریفی، به این دروغت بخند. گفته حدیث، نگفته راوی، گفته حدیث. اگر که احادیثی که بخاری روایت کرده و ابو زرعه و غیره در جای دیگه این روایت ها رو قبول نداشته باشن، حرف شما در اون صورت صحیح هست. بازم این یک دروغ دیگه. آقای علی شریفی خواهش میکنم برگرد سر اصل موضوع. امام ذهبی در کجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری ثقه نیست؟ خواهش میکنم یک کلمه خارج از این موضوع صحبت کرده بودی صداتو قطع میکنم، کلا تلفنتو قطع میکنم. خواهش میکنم در این موضوع صحبت بکن. بسم الله. این ادله اولی که ما آوردیم که ایشون توش گیر کرده. ادله دوم اینه که خدمت شما عرض کنم جناب آقای ذهبی اسم این جناب آقای بخاری رو در کتابی آورده بود. تو این کتاب افرادی نقش شدن که این افراد لین یا لین الحدیث بودن. خب این آقای انصاری اومد گفت این لین لین الحدیث این انسان به انصاری کار نداشته باش، مستقیم برو وارد موضوع. نه فقط کار دارم چون دروغای تو رو میخوام. آقا ببین عزیزم، شما میخوای دنبال این بگردی که من لین گفتم، نرم گفتم، حدیث گفتم، چی گفتم. شما به این کار نداشته باش. شما اگر من بخوام حماقت‌های قزوینی رو در این باب بیارم اینجا ساعت‌ها باید بهش الفبای زبان عربی و فارسی رو بهش یاد بدم. من یک بار دیگه یک لحظه، کذاب هست، ما ثابت کردیم کذاب است. شما اگر مرد دستی از این کتاب سیر اعلام نبلا ثابت بکن که امام ذهبی گفته محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. آقای علی شریفی از آقای علی شریفی من دارم صحبت میکنم تا میبینید گندزنی میخوام دروغ تو رو کنم. نخیر دروغ نیست. شما میخوای حاشیه بری وقت رو تلف بکنی. میگم آقای انصاری اینو گفته سریع پریتر میگه به انصاری کار نداشت. اتفاقا میخوام به انصاری من همین کلیپای تو رو پخش کردم علی شریفی. من همین برنامه ندای شیعه تو رو اینجا کامل پخش کردم. 3 ساعت جواب دادم. خب اتفاقا 3 ساعت جواب دادم. گفتی ساکت باش جواب بدم. ساکت باش. از امام ذهبی یک جای دیگه رفتی من صداتو قطع میکنم. یعنی اعتراف کن دروغ گفتی من از تو هیچی نمیگم. اعتراف کنم. به ما اینجا دروغای استاد شما رو انقدر پخش کردیم که مردم همه میشناسن. آره راست میگه. یک طرفه پخش کن حرف. آقای علی شریفی به عنوان نمونه یکی از دروغ‌های آیت الله قزوینی رو ما انتخاب کردیم. لطفاً مردانگی داشته باش جواب بده که ذهبی در کجا گفته که امام بخاری ثقه نیست. بسم الله. تو اگر مردی تو حرفم نپر. شما در چارچوب موضوع صحبت بکن. خواهش میکنم آقای شریفی. من داشتم صحبت میکنم چرا حرف من همش میگی؟ بسم الله. ساکت باشی پس. خب آقای انصاری اومدن گفتن لین یک یعنی انسان نرمخو، انسان سست، یک انسان به هر حال طبع لطیفی که همینم دروغ بود. ما تو این کلیپ نداشیه پخش کردیم. اما بریم سراغ اینی که لین از نظر جایگاه یا لین الحدیث یا لین بودن از نظر رجال اهل سنت چه جایگاهی داره. 5 تا قاعده در رابطه با تضعیف یک راوی رو ذکر کردن، از جمله کتاب فتح المغیث به شرح فقیه الحدیث. خدمت شما عرض کنم که راوی هست متوفای 902. ایشون در این کتابش ذکر میکنه و 5مین دلیل تضعیف یک شخص رو میاره که این شخص و فلان لین او لین الحدیث او فیه لین. این شخص اگر لین باشد، لین الحدیث باشد، لین باشد، این قاعده جرح هست و قاعده تضعیف است نسبت به خدمت شما عرض کنم یک راوی. و جناب آقای ذهبی هم همین قاعده رو برای آقای بخاری استفاده کرده و بر مبنای همین این دلیل دوم اینی که استاد قزوینی فرمودن جناب آقای ذهبی بخاری رو تضعیف کردن و طبق رجال آقایان وهابی عصر حاضر اگر یک راوی بهش یک جرح وارد بشه، جرح که نه حتی متهم بشه که آقای عقیل هاشمی آقای خدمتی گفتن هیچ روایتی از این شخص پذیرفته نیست و این شخص کنار گذاشته میشه، هیچ روایتی ازش پذیرفته نیست، حتی اگر متهم بشه که حاضر هنوز به اتهام بحث اتهامه. بحث لینک دیگه بحث تضعیفه. این مطلب دومی که ما با آقای انصاری ارجاع میدیم که جناب آقای ذهبی بخاری رو تضعیف کرده نسبت به این مطلب. چرا؟ در کتابی ذکر کرده
که اسم اون کتاب اصلا اینه که به هر حال افرادی که به اینها جهل وارد شده یا اینا لین الحدیث بودن و لین بودن. حالا خارج از موضوع نری آقای انصاری، اولا دو تا سوال. یک، این رو جواب به ما بده که حاج آقای قزوینی فرمودن طبق این مبنا فرمودن و خودشون اعتراف کردید. ما گفتیم کلیپش آقای هاشمی هم هست، آقای خدمتی هم هست که اگر شخصی حتی متهم میشه دیگه روایتش قبول نیست، این شخص جهل بهش وارد شده، کارش تمومه، هیچ روایت ازش پذیرفته نیست. این یکی ما جواب بده. دو، شما اومدی توی سایت دهخدا نشون دادی گفتی لین یعنی انسان نرمخو، انسان خوبی، خیلی ملایمی بوده. چرا اون دروغ رو گفتی و خط پایینشو نخوندی که همونجا دهخدا میگه این یکی از قواعد جهل به هر حال استفاده میشه، یعنی تضعیفه. اینو به ما جواب بده انصاری. بسم الله. بسم الله. آقا شما گفتید که این مسئله در کتاب الضعفاء و المتروکین اومده. من جلوی همه بینندگان به شما این تحدی و چالش رو اعلان میکنم. در شخصیت شماره چندم گفته این حرف رو؟ آیا محمد ابن اسماعیل بخاری رو به عنوان یک شخصیت در این کتاب مطرح کرده یا نه؟ بسم الله. من کی گفتم ضعفا؟ پس غلط میکنی از این کتاب میاری. کتاب ضعفاء و المتروکین، در این کتاب ضعفاء و متروکین و امام ذهبی ذکر کرده. در کجای این کتاب محمد ابن اسماعیل بخاری رو به عنوان یک شخصیت مطرح کرده؟ اصلا شما بیا همین رو به من فحش دادی. برگردون اگر من یک دفعه گفتم کتاب ضعفا. در کدوم کتاب؟ در کدوم کتاب گفته؟ نه اگر تو نمیدونی کدوم کتاب چرا در کدوم کتاب گفته؟ همین رو تو برنامه نداشیه گفتین در ضعفاء و متروکین گفته. در آقا این کتاب ضعفاء و متروکین، کتاب سیر اعلام و کتابای ذهبی اینجا است. به عنوان یک شخصیت ضعیف در کدام کتاب این رو ذکر کرده؟ بسم الله. الان اول از من معذرت خواهی بکن، چرا من دروغ شما که دروغ الان داری دروغ میگی. به من بگو در کدوم جلد، در کدام صفحه به عنوان یک شخصیت ضعیف و متروک امام ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری رو مطرح کرده؟ بسم الله. اول همین الان به من بگو من که اسم کتاب ضعفاء و متروکین آوردم. در کدوم کتاب گفته پس؟ نه اول به من بگو من که چه آوردم. در کدوم کتاب گفته؟ صبر کن. نه فقط یه پای نگم می‌دارم. اسم کتاب همین الان جلوم هست. فقط به من بگو که آقا جان من که اسم کتاب ضعفاء و متروکین آوردم. خب در هر کتابی که گفته باشه مرد هستی همین کتاب رو نشون بده. به عنوان یک شخصیت مطرح کرده باشه. نه به من اینو جواب بده اول. آقای علی شریفی چرا داری از بحث فرار میکنی؟ در هر کتابی که گفته، چه در سیر اعلام نبلا، چه در کتاب ضعفاء و المتروکین، چون ضعفاء و متروکین رو شما و جناب آقای خورشیدی در برنامه ندایشی مطرح کردید و همین رو آوردید که در ذیل یکی از روات اشاره کرده به این قضیه. شما اگر جرأت و مردانگی دارید در کجا امام ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری رو به عنوان یک شخص لین الحدیث یا به عنوان یک شخص ضعیف یا به عنوان یک شخص متروک مطرح کرده؟ بسم الله. آقای انصاری سه تا مطلب شد. اول از من عذرخواهی بکن. من گوش کن. نه گوش کن. راست بگو آقای شریفی، فرار نکن. من میگم که ذهبی در کجا محمد ابن اسماعیل بخاری رو به عنوان یک لین الحدیث، به عنوان یک ضعیف و به عنوان یک متروک آورده. مردانگی داشته باش، شهامت داشته باش، اینو نشون بده. در کجا گفته؟ غیر از این صحبت بکنی من صداتو قطع میکنم. نه چرا قطع میکنی؟ به من فحش میدی، دروغ میگی که صداتو قطع. دروغ میگی، داری دروغ میگی، والله داری دروغ میگی. صبر داری تلبیس میکنی برای مردم. نه تلبیس نمیکنم. بگو کدوم کتاب است. بگو کدوم کتاب است. بسم الله. و من فحش بستی گفتی که اینطور. من الان از سوال میکنم آقای انصاری دوباره. به من بگو گفتی من گفت اسم کتاب ضعفاء و متروکین آوردم. الان بگو عذرخواهی میکنم ببخشید آقای شریفی این غلط کردم به خودم برمیگرده چون شما هم حرفی نه شما داری همین الانم داری غلط میکنی. همین که داری به امام بخاری توهین میکنی داری غلط میکنی. امام بخاری شماها با همه مراجع و اوضاع علمیتون خاک پای امام بخاری هم نمیشید. داری به امام بخاری توهین میکنی. من چیزی بهت نمیگم. تو اول بیا عذر بخوا. تو و قزوینی بیا عذرخواهی بکن که تو به یکی از ائمه امیر مؤمنین در حدیث توهین کردی. شما شهامت و مردانگی داشته باش از دروغ خودتون دفاع بکن. به من کاری نداشته باش که من چی گفتم چی نگفتم. شما از دروغ آقای قزوینی دفاع بکن. دوستان عزیز همون قسمت حرف قزوینی رو آماده داشته باشید که من پخش میکنم تا بینندگان ببینن که قزوینی چی گفته، به اینا دارن کجا میرن. بسم الله. آقای علی شریفی برای بار آخر در کجای کتاب‌های علامه ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری ثقه نیست و ضعیف است؟ بسم الله. چرا معذرت خواهی نمی‌کنی؟ تو از دروغت معذرت خواهی می‌کنی که من دروغت اینجا پخش کنم. الان بینندگان عزیز گرامی صدا و تصویر رو داشته باشید. این دروغ آقای
علی شریفی که در یالا زود باش معذرت خواهی کن تا اسم کتاب بیارم. یک لحظه، الان اسم کتاب من برات میارم اینجا. الان این کتاب رو برات میارم که شما داری از روی مانیتور میخونی و دروغ ترجمه میکنی برای بینندگان. نه همین جواب بده. به من گفتی، من گفتم از کتاب. چرا میترسی که دروغ تو؟ من هفته گذاشتم کلیپتو نشون دادم که مانیتور رو میاری. مانیتور الان آقای شریفی شما چند دروغ گفتی همین الان تو همین برنامه، من اینجا یادداشت کردم. گفتی هر حدیثی که ابو زرعه قبول نداشت این هیچ اصل و اساس و ریشه ای نداره. گفتم یک دلیل بیار که ابو زرعه احادیث صحیح بخاری رو رد کرده باشه. فرار کردی، جواب ندادی. گفتی که جواب ندادی. گفتی که امام بخاری دروغ گفتی. همین الان تو این برنامه دروغ گفتی امام بخاری قائل به خلق قرآن بوده. شهامت و مردانگی داشته باش یک روایت بیار که امام ذهبی گفته باشه که امام بخاری قائل به خلق قرآن بوده. نیست، دروغ میگی. تو جهل مرکب شما به این اندازه است که فرق بین فتنه خلق قرآن و خلق اقوال تالین رو نمیدونی، متوجه نیستی. ثانیاً گفتی که امام بخاری رو به عنوان یک شخصیت ضعیف و لین الحدیث آورده. من تحدی میکنم که یکی از کتاب‌های ذهبی رو جلد و صفحه‌شو بیار که نوشته باشه شخصیت شماره 121 یا شماره 111 آقای محمد ابن اسماعیل بخاری ضعیف، لین و غیر ثقه است. بسم الله. الان 3 تا دروغ گفتی اینجا، هر کدومش رو دوست داری جواب بده. آقای خیلی من واضح دارم بهت میگم. گفتی من اسم کتاب دیوان ضعفا و متروکین، بیننده خوب نگاه کنید کجا گیر افتاده. دیوان ضعفا و المتروکین هم میارم. این دیوان ضعفا. بسم الله. گفتی شریفی گفته غلط کردی، گفتی چون تو دیوان ضعفا و متروکین نیست. خب اینو به من گفتی. شما غلط میکنی که تهمت میبندی به محمد ابن اسماعیل بخاری. آقای علی شریفی 3 تا دروغ گفتی تو این برنامه، خواهش میکنم فرار نکن. گفتی که ابو زرعه حدیثی رو که قبول نداشته باشه این حدیث اصل و اساسی نداره. یکی از روایت‌های بخاری رو که ابو زرعه رد کرده باشه برام بیار. گفتی که امام بخاری قائل به خلق قرآن بوده. لطفاً اینو نشون بده در کجا گفته. و گفتی که امام بخاری لین الحدیث بوده، متروک بوده، ضعیف بوده. اینو خودت گفتی، قزوینی گفته، خورشیدی گفته، در شبکه ولایت مطرح شده. لطفاً این دروغ رو جواب بده. بسم الله. خب تو که جواب منو نمیدی که. جواب منو دادی؟ آقا اینو ذهبی در کتابی آورده که این کتابش ثقاتیه که اینها لین بودن، لین الحدیث بودن. این از این مطلب به من تهمت زدی، فحش دادی. این ازت گذشت. اما گفتی قائل بر اینی که اینها جناب آقای بخاری قائل به چی بوده؟ قائل به خلق قرآن بوده. این دروغ من نیست آقای انصاری. این دروغ اگر دروغه این رو آقای زهلی ادعا کرده، آقای ابو زرعه ادعا کرده و جناب آقای ابی حاتم. الان من اقوال علما رو مثل این قضیه نقل میکنم. آقای عزیز و گرامی چرا داری فرار میکنی؟ شما گفتی ذهبی گفته که قائل به خلق قرآن بوده. حتی همین ابو زرعه و ابی حاتم و غیرم قائل به این نبودن که محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن بوده. شما از جهل مرکبتون است که معنی حرف ابو زرعه رو نفهمیدی. برای نمونه بازم من بهت فرصت میدم، قول ابو زرعه رو بیار در مورد این که گفته که امام بخاری قائل به خلق قرآن بوده. ای خدا، آقا تو کدوم یک حرفت وایستا؟ چرا این حرف منو قطع میکنی؟ چرا این حرف منو؟ آقای علی شریفی فرار نکن، من اینجا افسار دست منه. بیا دروغ قزوینی رو که گفته محمد ابن اسماعیل بخاری رو ذهبی ثقه نمیدونه و ضعیف نمیدونه پاسخ بده. دوستان عزیز لطفا این کلیپ رو پخش بکنین که آقای شریفی و بقیه بینندگان ببینن. صداشم بدید اجماع اهل سنت که صحیح ترین کتاب است، آقای ذهبی و دیگران آمدن گفتن که جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نبوده. خب بفرمایید، یعنی کل احادیث صحیح بخاری شما زیر سوال میره. من تشکر میکنم. شما بیایید برای ببین شما داری همش ابو زرعه و ابو فلان داری بازی میکنی با کلمات. میگه ذهبی امام محمد ابن اسماعیل بخاری رو ثقه نمیدونه. ما همینو گفتیم، قزوینی داره دروغ میگه. لطفاً همین دروغ رو جواب بده آقای علی شریفی. آقا من 2 تا دلیل تهران آوردم.
یک اینی که ابو زرعه روایتی که ترک کنه اصل اساس نداره که بخاری اعتراف کرده بخاری رو ترک کرد. دو، ذهبی بخاری رو لین الحدیث میدونه و این رو آوردم طبق قواعد. در کجا میدونه؟ همینجا دروغ داری میگی. ذهبی لین الحدیث میدونه. بیار نشون بده اینو. سند و مدرک جلد صفحه بسم الله بخون. خب چی شده؟ همین که ذهبی گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری لین الحدیث است، همین رو نشون بده به من. در کجا گفته؟ جناب آقای ذهبی اسم بخاری رو تو کتابی آورده که این کتاب مال افراد ثقه‌ای هستن که اونها لین هستن و ثقات فیهم لین. این یعنی چی؟ این آیا به عنوان یک شخصیت آورده؟ آیا به عنوان یک شخصیت آورده در اون کتاب؟ اسم کتاب کسانی هستن ثقاتی هستن که اینا لین. آقا ببین تو، من میگم جهل مرکب اینه. جهل مرکب. خواهش میکنم جلد و صفحه این کتاب رو نشون بده که محمد ابن اسماعیل بخاری رو به عنوان یک شخصیت لین الحدیث آورده باشه. بسم الله نشون بده. مرد هستی نشون بده شریفی. من که گفتم که نشون بده شخصیت شماره چند محمد ابن اسماعیل بخاری. بخون نصشو. همون صفحه رو نشون بده. الان اجازه بده من سرچ می‌زنم توی نرم افزار. سرچ بزن تا فردا هم سرچ بزن. من اینجا بگو که من الان تو اسم کتاب صفحه و جلدشو بگو. من تو مکتبه شامل جلوی من هست. بینندگان گرامی این مکتبه شامل جلوی من هست. بخون اسم کتاب چیه که من اینجا سرچ بزنم. خیلی خوب. الان برای شما میخونم. اسم کتاب آقای علی شریفی. شماره 3605. آقای علی اسم کتاب آقای علی شریفی. گوش کن. اسم کتاب افعال متروکین خب و خلق من المجهولین و ثقات فیهم لین. تعلیف الامام الحافظ شمس الدین بن عثمان بن قایماز از ذهبی دمشقی. درسته اسم کتاب؟ نویسندم که همینه. خب حالا بریم نفر ببینیم آقای در رابطه با آقای بخاری چی گفته اینجا. خب آیا بخاری رو به عنوان یک شخصیت مطرح کرده؟ در کدوم صفحه بگو. ساکت باشم تا صحبت میکنم. بله. اما محمد ابن اسماعیل الامام مؤلف الصحیح فثقه. بعد خب گوش کن. قبلشو بخون. از اول بخون. از اول این شخصیت بخون. از اول شخصیت بخون. من از اولش خوندم دقیقاً از اولش خوندم. اولش نیست. اولشو بخون. اولشو بخون. در ذیل کدوم شخصیت گفته؟ اولشو بخون. آقا من از اولش دارم میخونم که. نه داری دروغ میگی. از اولش نمیخونی. از اولش بخون. من دارم از اولش میخونم. از اولش بخون. آقای علی شریفی اینجا شبکه ولایت نیست که دروغ تحویل مردم بدی. از اولش بخون. شخصیت شماره چند؟ در موردش چی میگه؟ بسم الله. نشون بده. جرأت نشونش بده. من نشون میدم. بخون تو. من که تو دروغتو نشون ندم. من نشون نمیدم به مردم. میگه قلتو من ذهبی میگم اما محمد ابن اسماعیل. این اتفاقا ترس داره این مطلب، چون این مطلب خیلی چیزا رو ثابت میکنه. آقای شریفی از اولش بخون که محمد ابن اسماعیل بخاری که ذکر میشه زیر کدوم شخصیت ذکر میشه. مرد هستی اون از اولش بخون. محمد ابن اسماعیل بخاری که ذکر میشه اینجا. دوستان عزیز دیوان ضعفا و متروکین رو عزیزان من اگر بیارن از کتابخانه من همین الان جلوی بینندگان نشون بدم که این آقا داره اینجا بخاری صاحب صحیح بخاری همونی که منابی خیلی توفیده بود. از اولش بخون. شخصیت شماره چند؟ اینجا شخصیت ها شماره داره. فلان فلانی شخصیت شماره چند؟ ذیل شماره 3605. خب شخصیت شماره چند؟ ذیل شخصیت شماره 3605. 3605 شخصیت کیه اسمش؟ اسم این شخص محمد بن اسماعیل بخاری همون بغدادی بود که شما سیبیلو اشتباه گرفتید. آفرین. این غیر اون سیبیلویی بود که باباته. نه این محمد ابن اسماعیل بخاری بغدادی است. پولاش رفتی دزدید. آقای دروغت که کشف شد. دروغت افشا شد. این محمد ابن اسماعیل بغدادی است که با اون سیبیلو اشتباه گرفته بودید شما. این محمد ابن اسماعیل بخاری نیست. صاحب کتاب صحیح بخاری نیست. بخون از اولش بخون. من همین شخصیت چند؟ شخصیت شماره چند؟ دوستان عزیز توجه کن. الان که کتابشو من میارم نشون میدم. شخصیت شماره چند؟ 3605. میذاری حرف بزنم؟ 3605 از اول بخون. محمد ابن اسماعیل بخاری. خب میگه محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله البخاری قدم بغداد بعد خمسه و کتب عن جماعت. خب بعد خمسمیه. قال ابن جوزی کذاب. قلتو من ذهبی میگم حالا. اما محمد ابن اسماعیل الامام مؤلف الصحیح فثقه. بعد چی؟ بعد فما
بخون از اول. ترجمه کن همینطوری رد نشو. بعدش من میدونم که بعدش چیه. ترجمه کن. دقیقه دیگه ای بابا بخون. نمیشه حرف من. آقای علی شریفی اینجا شبکه ولایت نیست، اینجا وصال حقه. دیوان ضعفا و متروکین رو میاری شخصیت 3605 رو محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری بغدادی که قرن ششم آمده بود بغداد و متروک الحدیث است و ضعیف هست، شما اشتباه گرفتی با محمد ابن اسماعیل بخاری. بخون کامل. بخون کامل ترجمهش کن. بخون کامل. من نمیذارم الان فرار کنی از اینجا. ترک لعجلها ابو زرعه و ابو حاتم و حجر زهلی. خب اینا برای چی ترک کرده بودن؟ بخاری رو آورده تو این بیچاره آقای علی شریفی، گفتی در دیوان ضعفا و متروکین و ثقاتی که لین الحدیث بودند در اینجا محمد ابن اسماعیل بخاری رو آورده، در حالی که در این کتاب محمد ابن اسماعیل بخاری رو نیاورده. آقا آورده، من الان خوندم، نشون بده کتابتو. دروغ میگی. دروغ میگی. این کتاب. دوستان عزیز دوربینو باز بکنن. آقا دوربین رو روشن بکنید، اینو نشون بدید. این کتاب دیوان ضعفا و المتروکین. این دیوان ضعفا و المتروکین. آقای شریفی این دیوان ضعفا و متروکین شخصیت شماره 3605. 3605 میگه محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری قدم بغداد بعد 500. محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری در قرن ششم بعد از 500 سال هجری وارد بغداد شد و کتب عنه جماعت، تعدادی از او نوشتن. و قال ابن الجوزی کذاب. ابن الجوزی میگه کذاب. قلتو یعنی من ذهبی میگم علی الرغم انف شریفی و قزوینی و دروغایی که در شبکه ولایت این دروغ بستن به ذهبی، میگه که اما محمد ابن اسماعیل الامام مؤلف صحیح، محمد ابن اسماعیل امام مؤلف کتاب صحیح، فسقتون. دوستان زوم بکنن روی این ثقه که چشمای کور این آخوندهای قم ببینه. فسقتون. بعد از فما سلم من کلام لعجل مسئله لفظ. امام بخاری مسئله خلق قرآن نبود، مسئله لفظ فی القرآن. در اینجا قول اطوال تالین. شما که جهل مرکب دارید خبرم ندارید که امام محمد ابن اسماعیل بخاری کتابی داره در مورد اینکه صداهایی که صادر میشه از قاری قرآن مخلوق است. به خاطر همین بعضی از علما انقدر حساس بودن که احادیث و روایات محمد ابن اسماعیل بخاری رو از طریق محمد ابن اسماعیل بخاری رو ترک کردن. اما یک دلیل بیارید که این احادیث رو انکار کرده باشن. ترکه لاجلها ابو زرع و ابو حاتم. به خاطر همین قضیه که ایشون قائل به خلقت صدای قاریان قرآن بود، ابو زرع و ابو حاتم چیکارش کردن؟ ترکش کردن. و حجره الزهلی، و زهلی هم این رو چیکار کرد؟ ازش دوری کرد. بسم الله. در کجا در اینجا گفته که ذهبی گفته که ثقه نیست؟ اولا من اصلا اینجا نگفتم ذهبی گفتم ذهبی. دروغگوی بزرگتون گفته قزوینی گفته. خجالت بکش آقای شریفی، تو اومدی از قزوینی دفاع کنی نه از خودت. قزوینی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری رو ذهبی ثقه نمیدونه. دوستان نشون بدن در اینجا که امام ذهبی میگه که فقلت اما محمد ابن اسماعیل الامام المؤلف صحیح فثقتون. تو اومدی از دروغ قزوینی دفاع کنی، شرم و حیا داشته باشی کمی. بی سواد اسم این کتاب ثقاتی که لین بهشون عزیزم در به عنوان یک شخصیت آقا این دیوان از ضعفا و المتروکین دوستان عزیز نشون بدن. شما که اینقدر حماقت و جهالت دارید که فرق بین این دیوان و که در الان این جلد دیوان ضعفا و المتروکین تالیف الامام حافظ شمس الدین ابن عثمان ابن قایماز الذهبی الدمشقی، این اسم کتاب. کامل بخون. دیوان ضعفا و المتروکین، دیوان ضعفا و المتروکین، این اسم کتابه. این اسم کتابه. ادامه کتاب بخون. بابا تالیف الامام حافظ شمس الدین ابن عثمان ابن قایماز الذهبی الدمشقی حقق و وضع فهارسه و اشرف علیه لجنه من علما به اشراف الناشر. آقای انصاری دیوان الضعفا و المتروکین و خلق من المجهولین و ثقات فیهم لین. برای چه اسم کتاب کامل؟ آقا این اسم کتاب، این اسم کتاب، این اسم کتاب، اینم صفحات کتاب جلوی شماست. برای چی نمیخونی؟ لا حول ولا قوة. خب آقا این دیوان ضعفا و متروکین و خلق فی املین، درست. آیا محمد ابن اسماعیل بخاری به عنوان یک شخصیت در اینجا مطرح شده؟
در کجا مطرح شده؟ در کجا مطرح شده؟ خوندی الان؟ در کجا؟ دروغ نگو. آقا این دوستان عزیز نشون بدید. آقا این حرف میم. آقا این حرف میم نشون بده. مالک، مأمون، مبارک، در اینجا هیچ کدومش محمد ابن اسماعیل بخاری در اینجا به عنوان یک شخصیت ذکر نشده. چرا داری دروغ میگی؟ محمد ابن اسماعیل بخاری به عنوان یک شخصیت در این کتاب ذکر نشده. اگر ذکر شده محمد ابن اسماعیل بخاری شخصیت شماره چنده؟ آقای انصاری این آقای علی شریفی گفتی در این کتاب به عنوان یک دروغ دیگه هم گفتی که به عنوان یک شخصیت ذکر شده. شخصیت شماره چند؟ ساکت باش. شخصیت شماره چند به من بگو. آقای محمد ابن اسماعیل بخاری توی این کتاب اسمش ذکر شده، خودت خوندی و به عنوان یک شخصیت گفتی ذکر شده. شخصیت شماره چند ذکر شده؟ در اینجا به خاطر اینکه احمق‌هایی مثل آیت الله قزوینی اون سیبیلویی که باباش نیست رو با باباش اشتباه نگیره، در اینجا امام محمد ابن اسماعیل بخاری رو میگه که در ذیل محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری امام ذهبی میگه که احمقایی که در آخر از زمان میید اشتباه میگیرید. اینجا محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح غیر از اون محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری است. اینجا به خاطر شماها این حرف رو زده. آیا به عنوان یک شخصیت ببینید در اینجا میگه که کذاب محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری قلت کی گفته؟ انا، یعنی ذهبی گفته. اما محمد ابن اسماعیل بخاری الامام مؤلف الصحیح فثقتون، قزوینی گفت که ثقه نیست. اگر که در اینجا در دیوان ضعفا و المتروکین محمد ابن اسماعیل بخاری به عنوان یک شخصیت ذکر شده، شخصیت شماره چنده که من اینجا نشون بدم؟ آقای انصاری اتفاقا ذهبی اومده گفته برای که من این مطلب اینجا واضح میگم و این حرف رو واضح‌تر میگم، تضعیف این سه تا علما اهل سنت میارن به خاطر که این دزدای آخر زمان که ملاحظه پول زدن. آقای علی شریف فرار نکن، قضیه ملازاده رو مطرح نکن. آقای علی شریفی شما مرد هستی، از استاد دروغگو دفاع بکن. تو گفتی که به عنوان یک شخصیت در دیوان ضعفا و متروکین ذکر شده. شخصیت شماره چنده؟ شخصیت شماره چنده؟ شخصیت شماره چنده؟ تو فقط به من بگو آیا اینجا آقای علی شریفی شخصیت شماره چند صاحب کتاب صحیح بخاری در دیوان ضعفا؟ 3605 دوستان نشون بدن که این آقا هنوزم نفهمیده. من چطور نمیدونم به کدام زبان اینو بفهمونم. در اینجا میگه محمد ابن 3605 دوستان خوب زوم بکنن. 3605 محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله البخاری قدم بغداد بعد 500 و کتب عنه جماعت قال ابن الجوزی کذاب. قلت من ذهبی گفتم احمقایی که با این سیبیلو رو با اون سیبیلویی که باباتون نیست اشتباه گرفتید. محمد ابن اسماعیل الامام مؤلف صحیح فثقتون، ثقه هست. چرا دروغ میگی؟ شخصیت 3605 محمد ابن اسماعیل بخاری نیست. چرا بقیه‌اش نمیخونی؟ چرا نمیخونی که آقا بقیه‌اش هم خوندم، چند لحظه پیش خوندم. مونتا تو که دروغ میگی که شخصیت 3605 صاحب کتاب صحیح بخاری است. چرا دروغ میگی؟ چرا بقیه‌اش نمیخونی؟ آقا این بقیه‌اش دوستان نشون بدن. بقیه‌اش دردی رو برای شما بدبختا دوا نمیکنه. بقیه‌اش چی میگه؟ اما محمد ابن اسماعیل الامام مؤلف صحیح فثقتون، محمد ابن اسماعیل امام صاحب کتاب صحیح بخاری فثقتون بعد ذا فما سلم من کلام لاجل مساله القرآن. ایشون در امان نماند در مسئله لفظ قرآن. لفظ قرآن دو موضوع بود. یکی قضیه اعتقاد به خلق قرآن که من همینجا واضح و آشکار میگم اگر محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن بوده مرد از شریفی و قزوینی یک روایت بیاره از امام ذهبی در این مورد. میگه ایشون اینا جهل مرکب دارن نفهمیدن. قول امام بخاری در چی بود؟ این که میگفت که صدای قاریان قرآن، این صدای قاریان قرآن این هم خلق شده هست، این خلق شده است صدای قاریان، نه که قرآن خلق شده باشه. بعد چی میگه؟ ترکهو، به خاطر همین مسئله ایشون رو ترک کرد لاجلها ابو زرع و ابو حاتم. ابو زرع و ابو حاتم ایشون رو ترک کرد و حجر و زهلی و حجر و زهلی. دیگه چی است؟ دیگه کجاشو بخونم آقای شریفی؟ خیلی ممنون که تا آخر مطلب خوندی. 2 دقیقه در مورد دیگه بذار، اینقدر قشنگ شد مطلب واضح و روشن. خودت گفتی ابو زرع ترک کرده، فعلا کار نداریم روش ترک کرده، بو نمیرسیم. ابو زرع گفتی ترک کرده. من از ذهبی آوردم که میگه اگر ابو زرع روایتی رو ترک کنه اون روایت دیگه اصل اساس نداره، راوی باید بذاری کنار. این تضعیفه، این یکی بدون. آقای علی شریفی در کتاب دیوان ضعفا گفتی به عنوان یک شخصیت مطرح شده، چرا دروغ گفتی به مردم؟ همین حرف من جواب بده. چه حرف من میپری؟ بابا تو فرق بین قرن دوم هجری و قرن ششم هجری رو نمیفهمی.
یک با امام محمد ابن اسماعیل بخاری که در قرن دوم بوده، یکی که در قرن ششم بوده. بعد ذهبی به خاطر همین احمق هایی که میان در آخر زمان فرق نمیکنن بین دوتا محمد ابن اسماعیل بخاری، اومده گفته فقلت محمد ابن اسماعیل صاحب کتاب صحیح بخاری فسقتون. قزوینی میگه که ذهبی گفته امام بخاری ثقه نیست. شما در این مورد صحبت بکن. چرا قزوینی این دروغو گفته؟ تضعیف کرده. الان این ادامه تضعیف هست، تضعیف نیست. من قاعده خود ذهبی رو گذاشتم جلو. یک کلام بگو. خیلی متاسفم آقای علی شریفی، من خیلی برای شما متاسفم که نتونستی یکی از دروغایی که به خاطرش 6 ساعت برنامه گذاشتید در شبکه ولایت یکیشو جواب بدید. این یکیه. ما 150 تا 160 تا کلیپی که از قزوینی داریم بینندگان عزیز، همش اینطوریه. آقای علی شریفی مرد هستی، غیرت داری، شهامت داری، نشون بده که ذهبی در کجا گفته محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. بسم الله. گفت ثقه نیست. ذهبی میگه که ثقه نیست. گفت ذهبی میگه که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. تحریف نکن، دروغ نگو شریفی. همین الان کلیپشو من پخش کردم. وارد کردی یا نکرده؟ بابا میگه ثقه نیست. گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری رو ذهبی گفته ثقه نیست. چشمای کور شما، گوشای کرتون نشید کلیپ رو. من این کلیپ رو الان دوباره پخش کردم. آقا جواب من بده. جهر وارد کرده یا نه؟ آقا نخیر، ذهبی وارد نکرده. مرد هستی نشون بده ذهبی در کجا گفته. من بازم یک چانس دیگه به آقای علی شریفی میدم. دیوان ضعفا و متروکین رو بذار، سیر اعلام نبلا رو بذار، زمین و آسمان تا کوه قاف میخوای برو، یک کلمه از ذهبی بیار گفته باشه محمد بن اسماعیل بخاری ثقه نیست. مرد هستی نشون بده. احمق، نادان، جاهل. بابا اینجا دارن 100 دفعه میخونن، بینندگان دارن میبینن. شما عقل داری، شعور داری یا نداری؟ عجب آدمی هستی. آقای علی شریفی اینجا اگر شما عقل و شعور داشته باشی، آقا ذهبی قزوینی میگه که محمد ابن اسماعیل بخاری رو ذهبی گفته که ثقه نیست. در اینجا ذهبی میگه فسقتون، امام صاحب کتاب صحیح ثقتون. یک شانس دیگه هم به شما میدم، بعد از اون تماس قطع میکنم. هر کتاب ذهبی که میخوای برو یک روایت بیار که گفته باشه امام محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست، ضعیف است، لین الحدیث است، متروک الحدیث است، حدیثش رو قبول نمیکنم. گفته باشه ذهبی. بسم الله. من بار چهارم دارم اینو میگم، این قاعده رو. الان خودت خوندی ابو زرعه روایت بخاری رو ترک کرده. بابا ابو زرعه رو میخوای چه کار؟ ذهبی من کلیپ قزوینی رو پخش کردم، گفته ذهبی میگه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست، اینجا میگه ثقه هست. جواب من رو در اینجا بده، چرا قزوینی به امام ذهبی دروغ بسته؟ این نفاق ذهبی رو نشون میده. این نفاق قزوینی رو نشون میده. این نفاق قزوینی کلیپش هست، الان دوباره من پخش میکنم. هم نفاق تو نشون بدم، هم کذب تو، هم دروغگویی تو، هم دزدی. بینندگان عزیز و گرامی، قضاوت با شما عزیزان. این آقای علی شریفی بود به نمایندگی از قزوینی. خیلی دوست داشت که با من مناظره بکنه، خیلی دوست داشت، اما این انسان جاهلتر از این است که با من مناظره بکنه و با امثال من مناظره کنه. من یک موضوع دیگه آقای علی شریفی، یک موضوع دیگه. الان شما در همین برنامه ندای شیعه در این موضوع رو شما قضاوت میذاریم برای بینندگان و من این کلیپ رو روزانه در شبکه پخش خواهم کرد. بینندگان خواهند دید. روایت بخاری رو ترک کردی یا نکرده؟ عزیزم عزیزم آقای علی شریفی، من این کلیپ رو روزانه پخش خواهم کرد. بینندگان عزیز قضاوت خواهند کرد که کی دروغ میگه و کی راست میگه. من خواهش میکنم شما به صفحه تلویزیون نگاه بکن و این دروغی رو که از اینجا در برنامه ندای شیعه دوستان عزیز صدا و تصویر رو داشته باشید. و ابو زرعه در ادامه جناب آقای ذهبی حرف قشنگی میزنه که قلتو، من ذهبی میگم این از دقت‌های جناب عین است که چیزی که از بخاری ظاهر شد امر خفیفی بود در رابطه با مسئله خلق قرآن. ببینید میگه چیزی که از بخاری ظاهر شد امر خفیفی بود در مسئله خلق قرآن.
شما رو به خدا در این جمله‌ای که ایشون داشت ترجمه کرد، امر خفیفی در مسئله خلق قرآن، آیا اینجا وجود داره؟ امر خفیفی است در مسئله‌ای که علما در اون اختلاف دارن. خب توجه بکنید که اینا اومدن دروغ قزوینی رو جمع بکنن که گفته ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری رو ثقه نمیدونه. اومدن این دروغ، ببینید به کجاها میرن، از کیا میارن، از کدوم کتاب ها میارن. من اینو کامل پخش میکنم تا ببینید تلبیس و خیانت این جماعت رو. ادامه رو میبینید. مال جناب آقای سبکی شافعی است، از بزرگان اهل سنت. ایشون در این کتاب خودش جلد 2 صفحه 12 قبلش مطالبی رو نقل میکنه که به حساب بسیار از امامان اهل سنت راوی رو جرح کردن به خاطر اعتقاداتش، در صورتی که اشتباه میکردن و اون شخص اعتقادش صحیح بوده و به هر حال در این مطلب صحیح گفته. بعد میاد میگه من سبکی میگویم، قلتو، من سبکی میگویم الجمله این اقوال سخن بعضی از افراد است که در مورد بخاری گفتن که ابو زهره و ابو حاتم وی را ترک کردن و بخاری رو متروک الحدیث می‌دونستن. کیا بودن؟ آوردیم مدارکشون رو. جناب آقای ذهبی بود که به هر حال مطلب رو نقل کرده بود. و بعد چی میگه جناب آقای سبکی؟ میگه به خاطر همین مسئله خلق قرآن که بخاری رو ترک کردن این چند نفر، بعد در ادامه میگه شما را به خدا قسم آیا کسی میتواند بگوید بخاری متروک الحدیث است؟ و بعد شروع میکنه به تعریف و تمجید از جناب آقای بخاری. و جناب آقای سبکی هم طبق این مدرک به هر حال حمله کرده به آقای ذهبی نسبت به تضعیفی که در رابطه با آقای بخاری آورده. حالا دیگه فکر کنم به اندازه کافی ما مدرک آورده باشیم که جناب آقای ذهبی بخاری رو تضعیف کرده و به هر حال این مشت محکمی باشه بر دهن این 100 نفری که به هر حال اونجا میشینن و به جای بحث علمی فقط شروع میکنن فحاشی به اساتید ما، به علمای ما، به اعتقادات مذهبی شه. و از نمونه‌های کلیپ هایی که اینها از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی پخش میکنن جناب آقای ممزده همش از همین باب هست. یک کلمه از ذهبی ذکر نکردن که ذهبی در کجا گفته که متروک الحدیث است، ضعیف است یا ثقه نیست. من برای بار آخر هنوزم آقای علی شریفی روی خط است، خواهش میکنم، تمنا میکنم، آرزو میکنم یک مطلب نشون بدید که ذهبی گفته باشه که امام محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. بسم الله. 1 ساعت کامل شما رو خط هستید تا هنوز یک مطلب هم نتونستی بیاری. این ادعای شما بیننده خودش متوجه، اما این مطلب دیگه بیارم که تیر خلاصی باشه برای شما. این از ذهبی خواهش میکنم، از ذهبی، از خود ذهبی برات میارم کیف کنی آینده. خدمت درس کنم سیر اعلام نبلا جلد 11 صفحه 509. این جلد 11 صفحه 509 اعیان گوید مشایخ خراسان 3 نفر هستند. قتیبه، علی، محمد ابن مهران رجال این شهر 3 نفرند. سمرقندی، بخاری قبل از اینکه از او ظاهر شود آنچه که ظاهر شد، و محمد ابن یحیی و ابو زرعه. بعد چی میگه من ذهبی میگویم این از دقت‌های جناب اعیان است. در رابطه با چی؟ در رابطه با آن چیزی که از بخاری ظاهر شد. امر خفیفی بود از مسائلی که ائمه در مورد آن اختلاف داشتن و آن مسئله خلق قرآن بود. این حرف خود کجا خلق قرآن؟ دوستان نشون بدید این صفحه رو. کجا میگه خلق قرآن؟ کجا این صفحه رو نشون بدید؟ همین دقیقاً همون صفحه جلد 11 صفحه 510 بخونین اینو. ظهر من محمد امر خفیف من مسائل التي اختلف فيها الائمه في القول في القرآن وتسمى مسألة افعال التالین. مسئله افعال التالین یعنی چی؟ اصلا هر چی که تو مسئله افعال تالین یعنی چی؟ فرار نکن آقای شریفی. افعال تالین یعنی چی؟ موضوع این نیست. فرار نکن، موضوع این نیست. دروغ میگه خلق قرآن. دوستان نشون بدن این صفحه رو که این کور ببینه. بخون چیز دیگه است. بخون چیه؟ نکن. فرار نکن. بخون چیه؟ دوستان عزیز این آقا داره دروغ میگه اینجا، میگه که خلق قرآن. دوستان نشون بدید بخونه. نکن آقا، از موضوعی که عوض نکن. میگه گفتی از ذهبی بیار که تایید کرده باشه حرف زهلی اینا رو. آقا بخون اینو، دروغ نگو، بخون. و تسمى مسئله افعال تالین یعنی چی؟ دوستان زوم بکنید روی این قضیه. افعال تالین هر چی که هست. چیه هر چی که هست نی چیه؟ بگو چیه؟ آقای انصاری اصلا هر چی بگو چیه؟ انصاری ساکت باش. بگو چیه؟ گفتی که خلق قرآن. بگو چیه؟ چی میگه؟ ذهبی میگه من میگویم این از دقت‌های اعیان است. چیزی که از بخاری ظاهر شد آن مسئله‌ای که علما ائمه در مورد اون اختلاف دارن. ذهبی جناب زهلی رو اینجا توثیق میکنه، تمجید میکنه به خاطر اینکه ایشون خیلی شخص دقیق بوده. خب بعدش بخاری اون کاری رو که نباید بعدشو بخون. این تضعیف هست نیست؟ بعدشو بخون چیه؟ آن مسئله خدمت شما عرض کنم که
در رابطه با آن مسئله‌ای که تضعیف شد جناب چی بود؟ آقای بخاری چی بود؟ افعال تالین بخون چیه؟ در رابطه با افعال تالین که نامیده میشد به مسئله افعال آیندگان. نه دروغ ترجمه نکن. دروغ ترجمه نکن. افعال تالین یعنی چی؟ تالین از تلاوت گرفته شده. افعال تالین یعنی چی؟ افعال تالین این افعال خوانندگان. خوانندگان چی؟ گوش کن، خب بخون، نمیذاری که. بخون. الان دقیقاً ادامه دقیقاً جوابتون میدم. بخون اینو ترجمه کن. دقیق ترجمه کن. قلت. دوستان عزیز، اینم از مکتبه شامله دارم نشون میدم. اینم از کتاب. دوستان عزیز نشون بدن. سیر اعلام نبلا. این کتاب سیر اعلام نبلا هست. این سیر اعلام نبلا هست. اینم صفحه 510. این صفحه 510 جلد 11. اینم جلد 11. جلد 11 کتاب سیر اعلام نبلا. دوستان خوب زوم بکنن. اینم صفحه 510. قلت هذه دقة من عیون. میگه این قضیه‌ای که عیون در موردش به اصطلاح حساسیت نشون داده از دقت ایشون سرچشمه میگیره. چرا؟ والذی ظهر من محمد، چیزی که ظاهر شده از محمد ابن اسماعیل بخاری، امر خفیف، چیز خیلی ساده ای بود، خفیفی بود. من مسائل التي اختلف فيها الائمه، از جمله مسائلی که ائمه در اون اختلاف داشتن. چی بود؟ فی قول القرآن، در قضیه قرآن. و تسمى، این چیزی که محمد ابن اسماعیل بخاری رو روش ایراد میگرفتن چی بود؟ مسئله افعال تالین، مسئله تلاوت قاریان قرآن. آقای علی شریفی اگر نفهمیدی الان بفهم. محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق صدای قاریان قرآن بود، نه قائل به خلق قرآن چنانچه که شما این دروغ رو گفتی لحظات پیش. خب صبر کن، من دارم جوابتون میدم. خیلی قشنگ شد. بسم الله بخون. اولا اشکال زهدی گرفته، عیون گرفته. ادامهش گوش کنید بیننده، خیلی قشنگه. شما بخون ترجمه کن از اول. و قلت بخون از و قلت. ادامه همینی که آقای انصاری خون. قلت نه، از همینجا بخون. قلت تا آخرش ترجمه کن. من آقا 1 ساعت وقت من مونده، من نمیذارم فرار بکنی. کل این صفحه رو سرت میخونم. بخون از اولش. من بالا کوه تو حساب کن. بخون. این میگه آقای ذهبی چی میگه؟ ببین علی شریفی به خدا قسم خاک پای عمر خطاب و ابوبکر صدیق و عثمان ذوالنورین، خاک پای اونا بر تو و امثال تو و همه مراجع و حوزه ها و همه علمای از متأخر و متقدمتون فضیلت داره. توهین نکن، خلاصتتو نشون نده، مرد هستی. اینو ترجمه کن از اول تا آخر. این 2 صفحه است. من 2 صفحه رو اینجا ترجمه نکنیم من این برنامه رو نمیبندم. بسم الله. توهین نکن. اگر خباثت نداری توهین نکن. یک کلمه. ببین تو میخوای که توهین بکنی تا من صدا تو قطع بکنم. بینندگان عزیز ببینید که داره فرار میکنه. مرد هستی، بدون توهین بخون از اول. و قلت بخون از اینجا. از اولم دارم میخونم. بخون. جسازی هم نکن، نمیخوای بین ما و اهل سنت اختلاف بندازی. مش لازم نیست شما در مورد اهل سنت وکیل دفاع باشی. همین که به محمد ابن اسماعیل بخاری داری توهین میکنی بزرگترین توهین به اهل سنته. مگه نمیدونی اهل سنت ایران ختم صحیح بخاری در زاهدان برگزار میکنن؟ امیر مومنین در حدیثشون رو بهشون تهمت میبندی، دروغ میگی. من نمیدونم این تهمت رو. مسئله خلق قرآن همین الان تهمت بستی. آقای علی شریفی همین الان گفتی که ذهبی گفته که اینو ترجمه کردی که محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن بوده. چرا دروغ گفتی؟ منم میگم، الانم ادعا میکنم. ساکت باش. اشتباه میکنید. بخون از اول. میگه ابوبکر اعیان میگوید مشایخ خراسان 3 نفرن، فلان، رجالشون هم فلان. بله. اما بخاری، من ذهبی میگویم از دقت‌های جناب اعیان است چیزی که از بخاری ظاهر شد. پس از جناب آقای بخاری یک چیز ظاهر شده. این یک امر خفیفی از مسائلی بود که ائمه در مورد آن اختلاف داشتن. امر خفیف برمیگره به همون لین، همون لین الحدیث بودن جناب آقای. نه حبیبی، نه عزیز دل من، عزیز دل برادر، تحریف نکن. ان چیزی که هست ترجمه بکن. چیزی که هست ترجمه بکن. من حرف بزنم. چرا می‌پری؟ کجا گفته لین الحدیث است؟ تحریف نکن، دروغ نگو. چیزی که هست ترجمه بکن. یک کلمه خارج از ترجمه نگو. آقا تو همین متن برات میارم همین ترتیبو. ساکت باش تو دیگه. بسم الله. خلمونده ساکت باش فقط دووم بیاد. چیزی از بخاری ظاهر شد، امر خفیف از مسائلی بود که ائمه در مورد آن اختلاف داشتند و آن مسئله قرائت بود به قول شما در قرآن. حالا همینجا میخوام صحبت کنیم که نامیده میشد به این عنوان. پس
خوب بیننده گوش کنید، تیکه کلام آخر اینجاست. میگه پس جمهور ائمه و سلف بر این نظر بودند که قرآن کلام الله و غیر مخلوق است. یعنی این چی میگه این قاعده؟ اینجا آقای ذهبی میگه آقای بخاری چیزی رو گفته بود که خلاف اون بود که ائمه اهل سنت و جمهور ائمه به اون قاعده اعتقاد داشتن. به همین دلیل ابو زرعه، ابی حاتم و زهلی روایت بخاری رو ترک کردن و جناب آقای ذهبی میگه اگر ابو زرعه روایت کسی رو ترک کنه اون روایت اصلا اساس نداره و به همین دلیل مناوی سر ذهبی بسیار توپیده که آقای قزوینی اشاره که تو همون کلیپ گفت به این دلیل ذهبی بخاری رو تضعیف کرده و آقای مناوی هم کلی حمله کرده به جناب آقای ذهبی که خودت الحمدلله کلیپ منو پخش کردی. من مثلا جناب آقای سبکی و مناوی رو نشون دادم. اینجا کجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن بوده؟ از این صفحه بهم نشون بده آقای شریفی، فرار نکن، از این صفحه نشون بده. خلق لفظ همون که تو میخوای بگی از این بالاتر نیست. الان اول اینه موضوع اینه تضعیف کرده اینجا نکرده. کجا تضعیف کرده؟ آقا میگه این از دقت‌های آقای علی شریفی فرار نکن. من تو این صفحه، تو همین صفحه قول ذهبی رو الان میارم که مجبورت میکنم بخونی که امام ذهبی میگه که از زبان امام ابو حنیفه که ایشون قائل به خلق قرآن نبوده. اما این دروغی که گفتی در کجا اینجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن بوده؟ آقای علی شریفی، ابو زرعه و ابو عاتم، ابو زرعه و ابو عاتم مثل قزوینی احمق نبودن که فرق بین خلق قرآن و اقوال تالین رو نکنن. اقوال تالین یعنی چی؟ آقای علی شریفی مرد هستی، در همین صفحه نشون بده در کجاش گفته، خودت این صفحه رو انتخاب کردی که محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری قائل به خلق قرآن بوده. بسم الله. آقا میگم این از دقت‌های جناب اعیان است. این یعنی چی؟ خب بگو. میگی از دقت‌های جناب اعیانه. این یعنی چی؟ از دقت‌های جناب اعیان هست که والذی ظهر من محمد امر خفیف من مسائل التي اختلف فيها الائمه. از جمله مسائلی است که ائمه در آن اختلاف داشتند فی القول فی القرآن، در مورد قولشون در مورد قرآن. و تسمى، این چیزی که ائمه اختلاف داشتن غیر از خلق قرآن است. و تسمى مسئله افعال تالین که اینو به چی میگن؟ افعال قاریان قرآن. فجمهور الائمه یعنی همه ائمه و سلف و الخلف که در بینش محمد ابن اسماعیل رو به خاطر تاکید میاره اینجا، الا ان القرآن کلام الله، قرآن کلام الله است، منزل غیر مخلوق و منزل است و غیر مخلوق است. در همین صفحه کلام لفظ امام بخاری رو میاره که و من قال، کسی که میاد میگه که امام بخاری قائل به این بوده که خلق قرآن رو اعتقاد داشته، ایشون این مسئله رو رد کرده. شما این فرق بین خلق قرآن و بین افعال تالین رو نفهمیدی، نه تو فهمیدی نه قزوینیت فهمیده. جالب شد. این آقا اومده میگه اینجا که آقای ذهبی گفته ائمه در این مورد اختلاف داشتن، این ربطی به این قضیه نداره. اگر ربط نداره چرا ذیلی مطلب آورده؟ چرا اینقدر سواد نداری؟ آقا ببین آقای علی شریفی فرار نکن، سیانمایی نکن. در اینجا مسئله اقوال تالین رو میگه مسئله است که خود ائمه در بینش اختلاف داشتن و امین ائمه ببین کوری اینجا رو نمیبینی؟ و تسمى مسئله افعال تالین فجمهور الائمه و سلف و الخلف علی القرآن کلام الله منزل غیر مخلوق. مسئله‌ای که در اون اختلاف بود مسئله‌ای بود که اختلاف فی الائمه، خود همین ائمه سلف و خلف در موردش اختلاف دارن. میگه که و این ائمه کیا هستن؟ از سلف و الخلف که در مسئله قرآن میگن که منزل و غیر مخلوق است. چرا دوباره دروغ داری میبندی به امام ذهبی؟ یعنی به هر چیزی میخوای دست بزنی تا که فرار بکنی از این قضیه؟ آقای انصاری تو اگه سواد داشتی میفهمیدی وقتی میگن فجمهور الائمه وقتی یک مطلب رو میارن اختلاف فی الائمه یعنی چی؟ اقوال تالین اختلاف فی الائمه ترجمه بکنین و یعنی چی؟ من سواد دارم آقای علی شریفی، بیش از 1 ساعت هستی اینجا تو همین شبکه ما، من بهت وقت دادم، یک مورد از دروغ قزوینی رو نتونستی ازش دفاع بکنی. یک کلمه از همش داری دروغ میگی، دروغ پشت دروغ. بابا مجبورید. خب خیلی راحت بگید معذرت میخواید، خیلی راحت بگید آقا یک غلطی کرده قزوینی، یک دروغی رو گفته مثل بقیه دروغاش که ما بارها داریم پخش میکنیم. ساکت باش آقا ساکت باش، گوش کن. ذهبی داره قول جناب اعیان رو نقل میکنه، طرف اون رو میگیره، بعد میگه فجمهور. کجا طرفشو گرفته؟ دروغ دیگه کجا طرفشو گرفته؟ کجا طرفشو گرفته؟ نشون بده. خب دقت یعنی وارد شده بود یعنی چی؟ از بخاری یک امر ظاهر شده یک مسئله خفیفی.
کجا طرف اعیون رو گرفته؟ کجا گفته که انا اؤید الاعین؟ کجا گفته؟ وقتی داره میگه این جناب اعیان، وقتی داره میگه شما از طرف وکیل مدافع اعیان و ذهبی نیستی. شما این چیزی که اینجا نوشته ترجمه بکن. دروغ نگو. چیزی که در اینجا هست ترجمه بکن. دروغ نگو. صبر کن. میگه چی؟ این حرف آقای ذهبی میزنه، میگه فجمهور الائمه. وقتی فه اومد تو جمهور اضافه شد میشه پس جمهور. یعنی داره این رو برمیگردونه به این که جناب ذهبی یک چیز خلاف گفته بود. میگه پس جمهور ائمه و سلف در خلاف اون چیزی مطلبی رو گفتن که از آقای بخاری ظاهر شده بود. اینو داره ذیل این مطلب میاره. آقا همینجا طبق همین قاعده تو گفتی بخاری قائل به خلق قرآن نبوده، من برات آوردم، خودت هم اعتراف کردی اول درس، گفتی ابوذر به خاطر همین قضیه زهلی و ابی حاتم ترک کردن، اونا این قضیه رو فهمیدن. الان شما من بگو این فایی که اول میاد برای چی میاد؟ آقای علی شریفی در کجای اینجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن بوده؟ این رو برای من جواب بده. قائل به خلق قرآن کجا گفته؟ آقای علی شریفی در کجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن بوده؟ نشون بده. خودت هم این سفر رو انتخاب کردی، نشون بده. کجا گفته؟ کجا؟ حتی ابوذر کجا گفته؟ چرا دروغ میگی؟ به ابوذر دروغ میبندی؟ بابا میگه اقوال تالین، خلق قرآن کجا؟ افعال تالین کجا؟ بابا عقل داری، شعور داری شما؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بابا در کجا اینجا ابوذر و اعیون و غیره گفتن که امام محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن بوده؟ نشون بده به من. آقا بخون در کجا گفته؟ این سفر رو من نگر داشتم اینجا تا که شما اینو برای من بخونی. بخون لطفاً که در کجا گفته. بسم الله. آقا بخون این سفر رو، بخون در کجا گفته محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به مسئله خلق قرآن بوده؟ در کجا گفته؟ بخونم دوباره بعد بخونم. بعد جمهور الائمه این فی که به جمهور اضافه شده، این فی چیه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. آقای علی شریفی فرار نکن. در کجا گفته قرآن مخلوق است؟ در کجا ذهبی گفته قرآن مخلوق است؟ اصلا ربطی نداره ف و غیر ف و با و تا و لین و ضعیف و متروک. اینجا به من این صفحه رو خودت انتخاب کردی، من انتخاب نکردم. گفتی که در این صفحه گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن بوده. لطفا نشون بده. صفحه 510 جلد 11 بفرما. آقای علی شریفی سراغ بیننده نرو، من سراغ تو میام. ولت نمی کنم امشب. اینجا نشون بده که کجا محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن بوده. بسم الله. الان از همین مطلب همینجا دارم ثابت میکنم بخاری خلاف جمهور اهل سنت اعتقاد داشته. چرا نمیترسیم همین قاعده رو الان مطرح کنم؟ آقا قاعده رو ول کن، در اینجا نشون بده به من. خلاص بگو قاعدت هم بگو. امیدوارم مردانگی داشته باشی که آخر این سفرم بخونی قول امام بخاری رو در مورد خلق قرآن. من الان نشون میدم. این فی که اومده اینجا فجمهور الائمه و سلف یعنی چی؟ این فی اینجا فی چه فیه؟ بخاری جز همین جمهوره. تو اینقدر فرق نمی‌کنی بین اینا؟ آقا این فی تفسیر داره نتیجه گیری میکنه اینجا. وقتی یک مسئله اختلاف قبلشو بخون آقا. و تسمى مسئله افعال تالین التي آقای جاهل التي اختلف فی الائمه فی القول فی القرآن. اولشو بخون آخه. ببین اینجا چی میگه؟ التي امر خفیف من مسائل التي اختلف فی الائمه. ائمه به کیا میگن؟ ائمه به کیا میگن نزد اهل سنت؟ ائمه به کیا میگن؟ به علمای شما میگن. به علمای ما. به کدوم علمای ما؟ به علمایی که ما قبولش داریم. درسته؟ نه خیر. امام بخاری هست، امام ابو حنیفه هست، امام مالک هست، امام احمد هست. ائمه ما اینا هستن. میگه که اختلف فی الائمه فی قول فی القرآن. ائمه در مسئله اقوال تالین اختلاف داشتن، در مسئله خلق قرآن اختلاف نداشتن. در مسئله خلق قرآن همه اجماع داشتن، رد میکردن. اگر اختلاف نداشتن چرا ابوذر و ابی حاتم روایت ترک کردن؟ آقا اقوال تالین، بابا من به چه زبانی تو رو بفهمانم؟ اقوال تالین یعنی چی؟ یعنی صدای تلاوتی که قاریان قرآن میخوانند. آقا همین تالینی که تو میگی ائمه اهل سنت خلاف این رأی دادن و بخاری رو تضعیف کردن، شده یا نشده؟ چی شده؟ همین تالینی که تو میگی ابوذر، ابی حاتم و جناب زهلی و جناب اعیون اینا ترک کردن روایت. خب
پس بگو محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلقت صدای قاریان قرآن بودن، نگو که قائل به خلقت قرآن بودن. چرا دروغ میبندید برای مردم؟ چرا میپریم ورون بر؟ چرا دروغ میگی؟ بگو ببین ما حراسی نداریم. این کتاب ها رو که علمای ما نوشتن برای این نوشتن که خوبی ها، بدی ها، ملاحظات، همه چیز رو در مورد علمامون ذکر میکنیم. شما چیزی که ذکر شده بگو. چرا میری تحریف میکنی؟ همین قول تالین رو در ویدیو هم که من نشون دادم در هفته گذشته اومدی ترجمه کردی به خلق قرآن، الان هم جلوی میلیون ها بیننده ترجمه کردی به قضیه خلق قرآن. آقای انصاری خب تو که نمیفهمی بحث تالین. من نمیفهمم یا تو نمیفهمی؟ تو چرا بس مخلوق هست گفتی که امام بخاری قائل به مخلوق بودن قرآنه؟ آقا یک کلمه من بگو همین. طبق همین تالینی که تو میگی تضعیف کردن بخاری رو یا نکردن. بابا جان اگر عقل و شعور داری در اینجا نوشته که اختلف فی الائمه، ائمه در مورد قول افعال تالین اختلاف دارن. فجمهور الائمه، همین ائمه‌ای که بالا ذکر شده پایین دوباره ذکر شده، فجمهور الائمه و سلف و الخلف علی ان القرآن کلام منزل غیر مخلوق. در قضیه غیر مخلوق بودن قرآن همه اجماع دارن. اختلافشون در چی است؟ در صدای قاریان است. امام بخاری از جمله کسانی است که میگه که صدای قاریان قرآن مخلوق است. بعضی از ائمه مانند ابوزرعه، مانند عیون، مانند ابو حاتم میگه نه، حتی همین صدای قاری قرآن هم مخلوق نیست. الان فهمیدی آقای علی شریفی؟ فهمیدی یا نفهمیدی الان؟ الان آقا از ذهبی جواب میدم ببینم کی فهمیده. دوباره ذهبی تو سیر اعلام النبلا جلد 12 همین جلد 12 دست من است. عجله نکن. اول این جلد 12 اینجا دست من است. همون صفحه‌ای که میخوای بگی من دستمو گذاشتم. گوش کن. یک لحظه. در اینجا به این نتیجه رسیدی که در اینجا گفته که همینجا پس نرو جلد 12 همینجا ثابت بکن، از این صفحه ثابت بکن که کجا گفته قرآن مخلوق است. آقا همین مسئله لفظ است. همین لفظ میخوام. پس اشتباه کردید در اینجا دروغ بستید به امام بخاری. اشتباه نکردم. همین بحث لفظ. گفتی این قاعده مال تمام ائمه اهل همینجا زهری چی میگه بخاری قول لفظیه رو اظهار کرد و لفظیه در نظر من از کجا گفته قول لفظیه رو اظهار کرد؟ کجا گفته؟ احسن گوش کن. اینجا نشون بده برای من. در اینجا کجا گفته؟ سمعت ابن علی در این صفحه جای دیگه نرو. بحث لفظ تو چه صفحه؟ در این صفحه اینجا بحث لفظ فی القرآن به چندین قسمت تقسیم میشه. قرآن مخلوق است، اقوال تالین مخلوق است. فرار نکن. در اینجا گفتی که ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلقت قرآن بوده. در کجا گفته؟ نشون بده. آقا چرا بحث لفظ اینجوری میگه؟ بحث همینجا مسئله خلق قرآن همینجا برای من نشون بده. همین لفظ میخوام میگم. پس چرا این سفر رو اومدی دروغ گفتی که در این صفحه گفته؟ من آقای نامحترم دو دقیقه ساکت باش. بحث لفظ بذار جواب. آقای محترم دو تا دروغ گفتید شماها که امام محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلقت قرآن است و امام محمد ابن اسماعیل بخاری رو ذهبی گفته که ثقه نیست و ضعیف است. هر دو اینا رو برای من ثابت کن. جای دیگه نرو. بسم الله. اعظم این صفحه که خودت نشون گفتی که بیارم. من که صفحه رو بهت نشون دادم، کلی هم بحث کردیم. گفتی لفظ. آقای علی شریفی فقط 5 دقیقه دوستان عزیز در اتاق فرمان 5 دقیقه وقت بگیرن. در ظرف 5 دقیقه اگر این دو موضوع رو شما در مورد صحبت نکردی من صداتو قطع میکنم. بسم الله. میگه آقای زهلی میگه یقول قد از هر اینو بخون. اینجا رو اول اینجا بگو که اشتباه کردید، دروغ بستید، بعد هر جایی که میگی اینجا هست پیش من اینجا میارم باز میکنم، از اونجا میخونیم. من نمیذاری میترسی. چرا میترسی؟ لفظ الان فرار نکن آقای علی شریفی. من گوش کن. من همه این کتابایی رو که شما ذکر کردید اینجا آماده دارم. همه این کتابا رو من خیلی از کتابی که من بعد اینجا ذکر کنم. صبر کن 2 دقیقه. همینجا در کجا ذهبی گفته که امام محمد بن اسماعیل بخاری قائل به خلقت قرآن است؟ فرار نکن. همینجا لفظ رو کف میدونی یا نمیدونی؟ کسی که قائل به خلقت قرآن باشه نه لفظ فی القرآن، شما به اندازه جاهل هستی که مسئله خلق القرآن و لفظ فی القرآن رو متوجه نمیشی که یعنی چی؟ آقا شما نظر در با لفظ قرآن چیه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. آقای لفظ فی القرآن در اینجا مسائل مختلفی مطرح میشه در ذهن. عده‌ای قائل به مخلوق بودن قرآن هستن، عده‌ای قائل به مخلوق بودن اقوال تالین یا همون صدای تلاوت قاریان هستن. در کجا محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن بوده؟ خلق قرآن. ببین اینجا گفته فجمهور الائمه
و سلف و الخلف ان القرآن کلام الله منزل غیر مخلوق. در کجا امام بخاری گفته مخلوق؟ نشون بده. آقا یک کلام من ازت پرسیدم حرف من جواب ندادی. شما الان میگی بخاری قائل به خلق لفظ قرآن بوده، شما اینو کفر میدونی یا نمیدونی؟ کسی که قائل به خلقت قرآن باشه کافر است. نه به لفظ. من لفظ آقا احمق، لفظ ها فرق میکنه. در همین صفحه ببین ولکن الفاظنا به مخلوق تلفظهم و اصواتهم و کتابهم و نحو ذالک. مثلا لفظ که مطرح میشه نوشتن قرآن، صدای قرآن و خود قرآن مطرح میشه. آقا همین نظر بخاری با خلق لفظ قرآن شما نظر موافقه با بخاری؟ من نظرم موافق نیست، منتها این مسئله کفر نمیاره. مسئله کفر نمیاره. الان بس گوش کن عزیزم یک لحظه بحث عوض نکن. یک لحظه، تو اینقدر احمق هستی که فرق بین لفظ قرآن و خلقت قرآن و افعال تالین رو و کتابت قرآن رو نمیفهمی. لفظ قرآن وقتی لفظ فی القرآن ذکر میشه همه این اقوال ذکر میشه. شما بحث عوض نکن، وقت داره ضایع میشه. شما 5 دقیقه وقت من بهت دادم که خواهش میکنم آقای علی شریفی گفتی که محمد ابن اسماعیل بخاری، نه تنها شما بلکه آیت الله قزوینی، ابوالقاسمی و اون یکی یزدانی، همه شما خورشیدی، همه جمع شدید بسیج کردید شبکه زلالت یا ولایت رو 6 ماه خواستید این مسئله رو جمع بکنید، نتونستید جمع بکنید. من اینجا شما که به نمایندگی از آیت الله قزوینی زنگ زدی خواهش میکنم یک کلمه از امام ذهبی که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست یا قائل به خلقت قرآن است. بفرما. من بحثو جمعش کنم. اولا شما عددی نیست که بخواد شبکه ولایت برای شما وقت بذاره. آقا دفاع نکن. ما اینجا 200 کلیپ ازشون پخش کردیم از دروغاشون. دفاع نکن. کلیپ پخش کردم، کلیپات من جواب دادم. اما بریم سراغ این مسئله. همشو من جواب دادم. همون چیزی که این آقای انصاری میگم که بخاری قائل به یک مسئله بوده تو بحث خلق لفظ قرآن. طبق همین عقیده جناب آقای ذهبی نقل میکنه زهلی گفت بخاری قول لفظیه رو اظهار کرد و لفظیه در نظر من از جهمیه بدتر است. شما جهمیه رو کافر میدونید، یعنی از نظر آقای زهلی بخاری کافره. حتی دروغ میگی. الان همین مطلبی که گفتی در این صفحه اومده. دوستان عزیز نشون بدن. و بالغ الامام احمد في الحق عليهم وثبت عنه انه قال اللفظ الجهمية وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ جهمیه کسایی که قائل به خلقت قرآن بودن. قائل به خلقت قرآن بودن. بابا تو اینقدر جاهل هستی که نمیدونی قول خلق قرآن. این چیه؟ من قال لفظ بالقرآن مخلوق چیه؟ لفظ قرآن رو میگه، نه خود قرآن. اقوال تالین امام محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلقت افعال تالین بوده. فعل تالین، نه که قرآن مخلوق است. آقای انصاری چرا دریوری میگی؟ میگه من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمی. خودت گفتی لفظ. دوستان عزیز این همینه که بخاری رو تضعیف کرده. ابو زرعه و زهری در کجا تضعیف کرده نشون بده. وقت داره ضایع میشه آقای شریفی. در کجا گفته محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلقت قرآن هست و یا قائل یا اینکه ذهبی گفته باشه که ضعیف است؟ در کجا گفته نشون بده. همین الان من از اون تصویر باید. دوستان چند دقیقه مونده از وقتشون؟ شما گفتی بخاری قائل به 1.5 دقیقه وقت داری. از 1.5 دقیقه وقتت استفاده کن، نشون بده. من این کلیپ رو هزاران مرتبه در این شبکه پخش خواهم کرد. در کجا گفته محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست یا قائل به خلقت قرآن بوده؟ بسم الله. من بحثمو جمع کنم. الحمدلله خدا رو شکر امشب که مفتضح شدی آقای انصاری. 4 تا دلیل آوردی. دوستان عزیز به افتخار آقای شریفی یک کف بزنید. میگه بفرما باز ساکت باش بابا. گند زدی امشب آبرو هرچی بهامون بردی. ساکت باش. ما ثابت کردیم ابو زرعه روایت ذهبی بخاری رو آقای علی شریفی ذهبی در کجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست و در کجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به مخلوق بودن قرآن است؟ بسم الله بگو. گفته هر کس ابو زرعه اگر روایتی را ترک کند آن روایت اصل اساس ندارد و خود ذهبی خیلی متاسفم. بخاری را ترک کرده است. خیلی متاسفم آقای. دقت‌های جناب عیون این بوده است که آنچه از بخاری
اخراج شد مسئله خفیفی بود که جمهور اهل سنت برخلاف آن نظر دارند و این مطلب جناب آقای بخاری صحیح نیست. ذهبی در جای دیگه هم گفته است و احمد بن حنبل هم نقل کرده از جناب احمد از جناب زهری اینطور فرمودن که حتی بخاری که قائل به قول شما به خلق لفظ بوده، این شخص در نزد ما از جهمیه بدتر است و شما جهمیه رو کافر میدونید و طبق همین عقیده است که جناب آقای مناوی بسیار به ذهبی توفیده و جناب آقای عبدالقدوس دهقان اشتباه گرفته بودن که آقای علی شریفی ذکر آقای عبدالقدوس دهقان رو نکن، ایشون اینجا نیستن. یک لحظه الان وقت شما تمام شد. بینندگان عزیز و گرامی شاهد باشید وقت 5 دقیقه تمام شد، ایشون یک کلمه در مورد آنچه که ما سوال کردیم پاسخ نداد. من خواهش میکنم همین صفحه 510 رو آقای علی شریفی، من تصویر رو بعد از اینکه امام ذهبی اقوال علما رو کلا در این مورد ذکر میکنه میاد حرف خودش در مورد امام محمد ابن اسماعیل بخاری رو در ذیل صفحه 510 میگه. آقای علی شریفی ما زوم میکنیم، شما بخونید. بسم الله. دوستان زوم بکنن اینجا، این صفحه است. بخونید، از اینجا بخونید. این صفحه دوستان بالا رو نشون میده، صفحه 510 هست. صفحه 510 در اینجا در ذیل صفحه بعد از اینکه کل همین حرفایی که زده شد همه رو ذکر میکنه، بعد میگه و اما البخاری رو بخونید از اینجا. بسم الله. آقای علی شریفی شما هنوزم رو خط هستید، لطفاً فرار نکنید و این را بخوانید. شما بخون. بخون. من میخونم گوش کن. و اما البخاری، امام ذهبی میگه بعد از اینکه کل اقوال امام احمد و عیون و به اصطلاح ابو زرعه و غیره رو بیان میکنه، چی میگه؟ و اما البخاری فکان من کبار الائمه الاذکیا، امام بخاری از بزرگان ائمه هوشمند بوده، ذکی بوده. فقال ما قلت الفاظنا بالقرآن مخلوقه و انما حرکاتهم و اصواتهم و افعالهم مخلوقه والقرآن المسموع المتلوع الملفوظ المكتوب في المصاحف کلام غیر المخلوق. امام محمد ابن اسماعیل بخاری میگه که اقوال ما که قرآن رو تلاوت میکنیم صدای ما این مخلوق است، اما این قرآنی که نوشته شده و محفوظ هست و از روی اون ما میخونیم و مکتوب هست در مصاحف کلام الله غیر مخلوق، کلام الله هست که مخلوق نیست. و صنف فی ذلک کتاب، در این مورد کتابی هم نوشته، افعال العباد که اسمشو گذاشته افعال بندگان که مجلد است. فانکر علیه طائفه، عده‌ای از مردم بر او انکار کردند. و ما فهموا مرامه، منظور امام بخاری رو بعضیا نفهمیدن، چون در اون زمان اینترنت نبود، مکتب شامل نبود، رادیو تلویزیون نبود که امام بخاری بیاد از خودش دفاع بکنه. بعضیا شنیدن که فلانی کتابی نوشته، حرفش رو چی کردن؟ و ما فهموا مرامه، مرام امام بخاری رو نفهمیدن، که زحلی و ابو زرعه و ابی حاتم و ابی بکر العیون و غیرهم. بعد از این افراد مانند زحلی و ابو زرعه و ابی حاتم و ابی بکر العیون و غیر اینا منظور امام بخاری رو نفهمیدن که امام بخاری قائل به خلقت قرآن نیست، بلکه قائل به قول افعال تالین است. من یک بار دیگه برای 1 دقیقه با آقای علی شریفی وقت میدم که در مورد دروغ آیت الله حسینی قزوینی که گفته بود ذهبی امام بخاری را تضعیف کرده و ثقه نمیداند، و دروغ شریفی و خورشیدی و ابوالقاسمی و قزوینی که گفتن که محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلقت قرآن هست، در 1 دقیقه ولو در تقریبا دوستان به من اشاره کنم بیش از 1 ساعت ایشان پشت خط است، یک جمله نتونست، جان 1.5 ساعت، در 1.5 ساعت نتونست 1 کلمه از امام ذهبی بیاره. من در 1 دقیقه خواهش میکنم اگر کلمه وجود داره بیارن، که نگن که ما میخواستیم کلمه آخرمون رو بگیم به ما اجازه ندادن. بسم الله. خب جناب آقای انصاری اومده این مطلبی از آقای ذهبی خوند، خیلی نکته قشنگ بیننده‌ها دقت کنن. جناب آقای زهلی و ابو زرعه و این ابی حاتم که در عصر جناب آقای بخاری بودن گفتن از بخاری همچین چیزی مطرح شد. با ذکر سند من خوندم که جناب آقای زهلی میگه بخاری قول لفظی رو اظهار کرد و لفظی در نظر من از جهمیه بدتره. این آقای ایشون اومد از ذهبی یک مطلبی بود که گفت نه بخاری قائل به این نبوده.
آقا ذهبی تا بخاری چند قرن به هم فاصله داشتن که تو بدون سند همچین مطلبی رو آوردی؟ من با سند صحیح میارم از هم عصرای بخاری میگن قائل به این مطلب بوده. ذهبی که 7 قرن یک سند آقای علی شریفی نشون بده که ذهبی گفته باشه امام محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست و قائل به خلق قرآن بوده. یک سند. گوش کن، من با سند صحیح از هم عصرای بخاری میارم میگن قائل به این بوده که نبود. در کجا گفته؟ از ابو زرعه بیار، از عیون بیار، از ابی بکر بیار، از ابی حاتم بیار. در کجا گفتن که محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن بوده؟ قائل به این که قرآن مخلوق هست. سهیلی میگه بخاری قول لفظیه رو اظهار کرد و لفظیه در لا نقل حول من ولا از قوة. آقا وقت شما تموم شد. آقای علی شریفی شما یک جمله آقای علی شریفی شما یک جمله نتونستید در دفاع از آخوند دروغگو. یک لحظه فوش نده، توهین نکن. 1 کیلو باش، مرد باش آقای شریفی. 1 کیلو باش، مرد باش. تو اینقدر علم نداری که مطلب رو میخوری دروغ ترجمه میکنی. همین الان تا حالا 10 مرتبه حرف تو عوض کردی در مورد محمد ابن اسماعیل بخاری. آقا مرد باش آقای علی شریفی. 1 کیلو باش، مرد باش. این گندگی شما به درد نمیخوره. مرد باش، وایستا جواب بده. شما که قرار بود با من مناظره کنی، یکی از دروغای قزوینی رو جواب بدی، گفتی همه دروغاشو من جواب میدم، همه کلیپاتون رو جواب میدم. در یکیش 1.5 ساعت موندی. یک لفظ از محمد ابن اسماعیل بخاری رو بیار که ذهبی گفته باشه ثقه نیست یا ذهبی گفته باشه قائل به خلق قرآن بوده. قطع کرد رفت. بینندگان عزیز و گرامی، قطع کرد رفت. آقای علی شریفی بود که به نمایندگی از حوزه علمی قم و آقای قزوینی و شبکه ولایت میخواست از دروغ ایشون دفاع کنه. والله الله شاهد است که همه کلیپ هایی که ما از اینا پخش میکنیم همینطوری نمیتونن دفاع بکنن. اگر میتونستن تا حالا جواب داده بودن. میام برنامه کوتاه میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت. لن يطول الظلام ديننا لن يضام نحن جيل همام نحن فينا عمر لا 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 لن يطول الظلام ديننا لن يضام نحن جيل همام نحن فينا عمر صبح بدا نور ظهر نجم وشمس وقمر ألقى على الدنيا الدرر هذا عمر هذا عمر كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر كي تستفيد من العبر هذا عمر هذا عمر لا لن تدوم الجراح بل سيأتي الصباح نحن أهل الكفاح نحن فينا عمر لا لا لن تدوم الجراح بل سيأتي الصباح نحن أهل الكفاح نحن فينا عمر نظراته برق لمع كلماته رعد سمع كالموج عال مرتفع هذا عمر هذا عمر أهدى لنا أحلى السير نزلت توافقه السور واختاره خير البشر هذا عمر هذا عمر لا لن يظل البلاء سوف يسمو الضياء نحن جند السماء نحن فينا عمر لا لا لن يظل البلاء سوف يسمو الضياء نحن جند السماء نحن فينا عمر يوم روى إسلامه يوم حكى إقدامه يوم رأى إلهامه هذا عمر يوم جنى أحلامه يوم بكى أيامه وانهار من هول الخبر هذا عمر هذا عمر لن يظل البلاء سوف يسمو الضياء نحن جند السماء
نحن فينا عمر لا لا لن يظل البلاء سوف يسمو الضياء نحن جند السماء نحن فينا عمر با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. من خیلی عذر میخوام از این صدام گرفته، از بس که میخواستم این جلبک رو حالی بکنم به آنچه که در مورد محمد بن اسماعیل بخاری در کتاب ها اومده، اما تا آخرین لحظه هر چه سعی و تلاش کردم من نتونستم. امیدوارم که بتونن مخترعین و مکتشفین یک چیزی رو کشف بکنن که بتونه اینا رو تو این کله اینها، این الفاظ و کلمات رو، معانی جمل و این چیزها رو داخل بکنه تا بفهمن. من کتاب امام بخاری رو ذکر شد در موقعی که داشت این کلیپ پخش می شد، این کتاب رو دنبالش گشتم در مکتبه شامله و این کتاب رو پیدا کردم. این کتاب محمد ابن اسماعیل بخاری هست که دوستان عزیز اگر نشون بدن، زوم بکنید لطفاً روی این معلوماتی که اینجاست. خلق افعال العباد، این کتاب اسمش از خلق افعال العباد. روی این کلمه اگر دوستان بتونن زوم بکنن. مؤلفش کیه؟ محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیر البخاری ابو عبدالله، متوفای سال 256. ایشون در این کتابی نوشته در مورد خلق افعال عباد. در همین کتاب در صفحه 30 این کتاب، در اینجا در مورد خلق قرآن چی میگه؟ لیس هؤلاء من اهل التوحید، آنها از اهل توحید نیستن. هؤلاء الزنادقه، اون زنادقه‌ای که من زعم ان القرآن مخلوق، کسی که ادعا بکنه که قرآن مخلوق است، فقد زعم ان الله مخلوق، این شخص ادعا میکنه که کسی که ادعای خلقت قرآن رو بکنه ادعا میکنه که قرآن مخلوق، الله سبحانه و تعالی مخلوق است. یقول الله بسم الله الرحمن الرحیم که سوره فاتحه آورده، فالله لا یکون مخلوقا، الله مخلوق نیست، و الرحمن لا یکون مخلوقا، الرحمن مخلوق نیست، رحیم لا یکون مخلوقا، رحیم مخلوق نیست. و هذا اصل الزنادقه، اصل زنادقه که ادعای مخلوق بودن قرآن رو داشتن. من قال هذا فعلیه لعنت الله، کسی که این حرف رو بزنه بر او لعنت الله سبحانه و تعالی. لا تجالسوهم، با آنها مجالست نکنید، با آنها نشینید. ولا تناکحوهم، با آنها نکاح نکنید، ازدواج نکنید. ببینید اینجا همه آورده. من فقط این قضیه مخلوق رو شما در این کتاب بزنید، خلق افعال العباد، همه این روایت ها میاد. من قال قرآن مخلوق فهو کافر. قال حماد بن زید القرآن کلام الله نزل به جبرئیل ما یجادلون الا انه لیس فی السماء. ببینید همه اقوال علما رو در اینجا جمع کرده و گفته که هر کسی که بگه که، خود امام بخاری هم میگه، هر کسی که بگه که قرآن مخلوق است زندیق است. ببینید این کتاب رو طرف خودش نوشته و در این کتاب داره در مورد خودش صحبت میکنه. بعد این لقیطهای قم و مشهد میرن آقا فلانی اینطوری فهمیده که محمد ابن اسماعیل بخاری این قائل به خلق قرآن بوده. سبحان الله، یعنی وقاحت تا این درجه. بعد تو همین کتاب من کم داشتم نگاه میکردم، صفحه 45 دوستان عزیز اینو نشون بدن. در صفحه 45 این کتاب وقال ابو عبدالله، وقتی اینجا میگه وقال ابو عبدالله اشاره به خود امام محمد ابن اسماعیل بخاری است. والقرآن کلام الله غیر مخلوق، قرآن کلام الله است و غیر مخلوق است. بعد دلیل میاره اینجا از آیات قرآن. این نظر امام محمد ابن اسماعیل بخاری است. در همین کتابی که اینا این همه بهش استناد کردن، دوستان اینو خب بزرگش بکنن که چشمای کور اینها بتونه ببینه این مطلب رو. در این کتاب، بله تشکر میکنم از احمد آقا، الله سبحانه و تعالی جنت الفردوس نصیبتون بکنه. این کتاب سیر اعلام نبلا هست. دوستان عزیز اگر نشون بدن، کتاب سیر اعلام نبلا از امام شمس الدین محمد ابن احمد عثمان الذهبی در مؤسسه الرساله این کتاب رو چاپ کرده.
در صفحه 300. البته این جلد 12 است. جلد 12 که ترجمه امام محمد ابن اسماعیل بخاری در اینجاست. در این کتاب در صفحه 391 شخصیت 171. ببینید در اون کتابی که ایشون ذکر میکرد آقای شریفی میگفت دیوان ضعفا و المتروکین، در اونجا ابو عبدالله بخاری که آورده بود، منظور کیه؟ اون ابو عبداللهی که در اینجا آورده، دوستان عزیز اینو نشون بدن. این محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری در سال قدم بغداد بعد 500 در سال اینجا وقتی ذهبی میاد در کتاب، ببین این کتاب برای ضعفا و متروکین است، این دیوان ضعفا و المتروکین است. در اینجا این کتاب برای شخصیت هایی که به اصطلاح شخصیت ها و ائمه معروف امت رو در این کتاب ذکر میکنن که محمد ابن ابو عبدالله بخاری شخصیت 171، محمد ابن اسماعیل. این کتاب از صفحه 391 شروع میشه، از صفحه 391 این کتاب شروع میشه تا صفحه 391 دوستان نشون بدن، 391 شروع میشه میره همینطوری تا صفحه 453 و کلا ذکر ابو عبدالله 465 465 469 و تا 479. یعنی تصور بکنید در کل این صفحات از 391 تا 479 این حدود 80-90 صفحه فقط داره در مورد کی صحبت میکنه؟ در مورد امام محمد ابن اسماعیل بخاری صحبت میکنه. در اینجا ذکر قصته مع محمد ابن یحیی از زحلی، این در مورد قضیه زحلی رو ذکر میکنه که این زحلی میبخشید، در اینجا داستان رو ذکر میکنه که حقیقت این قصه چی بوده، قصه ای که بین محمد ابن اسماعیل بخاری و زهری که طول میکشه من همه اینو بخوام برای شما ترجمه کنم. بعد در اینجا میگه که وقال ابو احمد ابن عدی ذکر لی جماعت من المشایخ ان محمد ابن اسماعیل لما ورد نیشابور، محمد ابن اسماعیل وقتی به نیشابور آمد اجتمع الناس علیه، مردم بر دور او جمع شدن، حسده بعد من کان فی ذلک الوقت من مشایخ نیشابور، بعضی از مشایخ نیشابور حسودیشون اومد که مردم دارن جمع میشن دور این، لما راوا اقبال الناس علیه و دیدن که مردم به طرف او دارن رجوع میکنن و اجماع علیه و همه اجماع دارن بر محبت و بر پیروی از ایشون. فقال لاصحاب الحديث ان محمد ابن اسماعیل یقول اللفظ بالقرآن مخلوق. بعضی از کسایی که در اونجا از اصحاب حدیث گفتن که محمد ابن اسماعیل بخاری میگه که قضیه قرآن مخلوق است. فامتحنوه فی المجلس، مردم امتحانش کردن در این مجلس. فلما حضر الناس مجلس البخاری، وقتی که مردم در مجلس بخاری حاضر شدن، قام الیه رجل، مردی برخاست گفت یا ابا عبدالله، ای ابا عبدالله ما تقول فی لفظ بالقرآن مخلوق هو ام غیر مخلوق، قرآن مخلوق است یا غیر مخلوق است؟ فعرض عنه بخاری ولم یجب، بخاری چهرهشو برگرداند و جوابش نداد از بس که بدش اومد از این سوال. فقال رجل یا ابا عبدالله فعاد علیه القول، فعرض عنه، دوباره پرسید، دوباره روشو برگرداند. ثم قال فی الثالثه، وقتی بار سوم اینو پرسید، فالتفت الیه بخاری به اون توجه کرد و قال چی گفت در اینجا؟ دوستان میتونن اینجا زوم بکنن، صفحه 456 صفحه 456 در اینجا میگه که القرآن کلام الله، کلام الله است، غیر مخلوق نیست، و افعال العباد مخلوق، افعال عباد مخلوق است، افعال عباد مخلوق است، قرآن غیر مخلوق است. این صفحه 454 کتاب سیر اعلام نبلا این کل داستان رو در اینجا بیان میکنه که قضیه اختلافات از کجا شروع شد، مشکل اساسی چی بود، که وقت برنامه جا نداره که من همه این مسائل رو صحبت بکنم. من فقط احتراما برای مشاهدین دوستان عزیز شماره تلفن برنامه رو زیرنویس بکنن. ما فقط حدود نیم ساعت دیگه دوستان لطف کردن و وقت اضافی بهمون دادن، تماس‌های شما عزیزان رو میگیریم و بعد از اون انشالله از خدمت شما بزرگواران مرخص میشیم. و این بود داشته های اینهایی که ادعا میکردن که آقا ما میایم مناظره. من بارها گفتم در این برنامه چرا من نمیخوام با اینا مناظره بکنم، چون اینا در سطح و مستوای ما نیستن که ما بیایم
خودمون اینقدر ببینید در طول این مدتی که نماز من فقط این فحشا اینو ان شاءالله جمع خواهیم کرد در یک کلیپ که چند تا فحش به من داده در طول این مدت 1.5 ساعتی که با من صحبت کرد. در خصوص های شریفی ما خیلی وقت کم داریم 30 ثانیه. بله. در خصوص های شریفی گفتن یه بار دیگه شما تایید کنید ایشون رو. بله نه ایشون که وقتی میان در این شبکه‌های وهابی با اینها مناظره میکنن ایشون مورد تایید ما هست. اگر ایشون رو شکست دادن ما شکست خودمون حساب میکنیم دیگه از این بهتر. با ما که حاضر نیستن با آقای ابوالقاسمی آقای یزدانی حتی بیان با این بحث کنن دیگه معلوم بشه که چیه قضیهش. بله ایشون کاملا مورد تایید ما هستن از هر جهت. بله شما بفرمایید یک سوال ازت میکنیم کل بخاری شما که اجماع اهل سنتی که صحیح ترین کتاب هست آقای ذهبی و دیگران آمدن گفتن که جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نبوده. خب بفرمایید یعنی کل احادیث صحیح بخاری شما زیر سوال میره. شما بیایید برای ما اثبات بکنید وثاقت جناب آقای بخاری رو که میگن حالا صحیح ترین کتاب صحیح قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علی عبدالله. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت پرسنل شبکه وصال حق و خسته نباشید ویژه خدمت آقای انصاری از ایران مزاحمتون میشم و از بینندگان قدیمی برنامه‌های شما هستم و قصد زنگ زدن هم نداشتم و اینکه بخوام اعلام موحد شدنمو بکنم تا اینکه چند وقت پیش بعد از شکست آقای شریفی در مناظره آقای ابوالقاسمی ادعا کردن که بینندگان شما روز به روز داره تعدادشون کمتر میشه. وظیفه خودم دونستم تا زنگ بزنم و دوباره لبیک خودم را به دعوت شبکه وصال حق اعلام کنم. من از همون روزهایی که آرم پخش آزمایشی بالای صفحه تلویزیون وصال بود بیننده شما شدم و به نوعی موحد شدم. حدود 4 ساله که نمازمو 5 وقت میخونم و از شرک و خرافات دست کشیدم و خواستم از اینجا به آقایون شبکه ولایت که ادعا میکنند این تلسپیکرها و موحدان از اتاق بغلی استودیوی شبکه وصال زنگ میزنن بگن که شما راست میگید از اتاق بغلی زنگ زده میشه اما به احتمال 100% از اتاق بغلی حوزه علمی قم این تلفن ها زده میشه و بترسید از اینکه شاید نفر بعد از من که زنگ میزنه از اتاق بغلی استودیوی شبکه خود شما باشه. و مطلب دیگه این که در مورد بسته شدن نمازخانه اهل سنت در ایران خواستم به اهل سنت عزیزم بگم که در اونجا که نماز میخوندیم و نمازخونتون بسته شد ناراحت نباشین اصلا و مطمئن باشید که به ازای هر نمازخونه که بسته میشه و به ازای هر نفری از شما که از خوندن نماز محروم میشه تو نمازخونه یک خانواده ایرانی یک خانواده توی ایران به شیوه اهل سنت داره نماز میخونه و اگه همینطور پیش بره خانه های شیعه تا چند وقت دیگه همه میشه نمازخونه برای خودش و خونه های شیعه میشه نمازخانه اهل سنت. آقای انصاری خدا را شکر میکنم که عمر من را در این بره از زمان گذاشت تا به لطف خودش و تلاش شما عزیزان بتونم از گمراهی نجات پیدا کنم. منی که فقط به یک نام از مسلمانی و با خودم یدک میکشیدم، منی که برای نماز خواندن هیچ ارزش قائل نبودم و عیاذ بالله نماز خوندن کار بیهوده‌ای میدونستم و وقتی را صرف نماز خوندنم نمی‌کردم و اسلامی که شما به من معرفی کردید دنیا و آخرت من و امثال من را دگرگون کرد. امیدوارم که خدا خیر دنیا و آخرت را نصیب شما کنه. شما 4 تا شبکه توحیدی واقعا قوقا بپا کردید توی ایران و توی خونه های ما شیعیان. از اینجا خواستم به اهل سنت عزیزم که یک زمانی به عنوان یک انسانهای خدای منو ببخش به عنوان یک انسانهای نجس بهشون نگاه میکردم میخواستم بهشون بگم عاشقشونم، خیلی دوستشون دارم و وقتی از اهل سنت اسم میبرم با تمام وجود با محبتی که از تمام وجودم بلند میشه از اهل سنت نام میبرم. انشاءالله که پایدار باشید و برنامه هاتون روز به روز بهتر بشه. میخواستم یه تشکر ویژه بکنم از مولانا عبدالقدوس دهقان و همچنین مولانا مجیب الرحمن انصاری. برنامه های بسیار
خوب و زیبایی دارن. انشالله که روز به روز برنامه‌هاتون پربارتر بشه. خدا نگهدار شما و حافظتون باشه. خدا نگهدار. من می‌خواستم انتظار راجع به این آقای شریفی صحبتی داشته باشم خدمتتون. اگه فرصت شد راجع به اون ان شاءالله خدمتتون عرض خواهم داشت. جناب انصاری، من حقیقتا اولا که تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. واقعا زحمت میکشین خالصانه و صادقانه و خیلی از شیعه ها هستن که از همین برنامه‌های شما از این 4 شبکه توحیدی واقعا راه راست رو پیدا کردن، هدایت شدن که بنده هم که از همون شیعه های هدایت شده هستن. الحمدلله. خدمتتون که عرض کنم و تشکر فراوان دارم واقعا از برنامه‌تون، به خصوص از کلیپاتون که من فکر میکنم تو این 4 شبکه حالا گل سرسبد همه این برنامه‌ها این کلیپایی که شما واقعا می‌سازید. کلیپ‌ها واقعا اساسی و بنیادی در واقع داره پیشه میزنه به ریشه این افکار خرافیون آخوندی. بله. خدمتتون که عرض کنم این آقای شریفی یه بازه است و عدالت شمسه. این دنبال این نیست که در حقیقت چیزی رو بخواد ثابت کنه. من فکر می‌کنم این فقط دنبال این هست. یه مدت در شبکه کلمه، یه مدت در شبکه‌های دیگه، الان من که در شبکه‌های شما حضور پیدا می‌کنه، میخواد در حقیقت با روح و روان و اعصاب شما بازی کنه. باور ما که باش بحثی نداریم، از تلویزیون داریم برنامه رو می‌بینیم. اصلا اعصاب ما خرد میشه، داغون میشه. به خاطر اون افکارهای پوچ، به خاطر حرفای مزخرف و بیهوده و باطلی که میزنه. من فکر می‌کنم تا یه حدی بعضی عاقل موفق میشه در حقیقت میاد و احساب شما راه میره. خیلی عذر میخوام از این واژه استفاده میکنم. شما رو عصبانی میکنه، ناراحت میکنه. بعضا ممکن شما هم به حسب انسان هستید، شما که محسوب نیستید. اما یه چیزی دیگه اصلا در شأن شما نیست. واقعا شأن شما کجا و شأن آدم مثل شریفی کجا؟ اینه که من اصلا از شما خواهش میکنم، استفاده میکنم اصلا شما راه نرید تو برنامه. به خدا اصلا در شأن هیچ کسی از بنده‌های موحد نیست، چه برسه آدم‌های خوب و وارثه مثل شماها. اصلا در شأن شما نیستی باشون حرف بزنید. من فکر میکنم اصلا ایشون به محض که شما رشون دیدین اصلا قطع کنید، کات کنید، باور کنید. حالا این حرف نمیدونم، حرف خوبی هست بزنم، نمیدونم واقعا. اصلا من احساس کنم اصلا این شما آدم نجسیه. اصلا با ایشون حرف نزنید. اعصاب همه خرد میکنه. و همین به جای همین بحثی که اون مثلا نیم ساعت با ایشون صحبت میکردیم 2 تا تفسیر از آیات قرآن خودتون زبان خودتون داشته باشین بسیار موثر خواهد بود. اونی که دنبال هدایت باشه، دنبال حقیقت باشه، در حقیقت از طریق همین برنامه راه حقیقت رو پیدا میکنه و در حقیقت هدایت میشه. هدایت هم دست خداست. شما وظیفه بیشتر از این ندارین که بخواید با داد و فریاد در یه ایشون آدمی داد بزنید که شاید حالا ایشون آدم بشه. نه، نمیخواد بشه، نشه دیگه. این کارش نمیشه کرد. هدایت دست من و شما نیست، دست الله متعال هست. من اصلا این تقاضا دارم که اصلا ایشون راه ندی واقعا به این برنامه‌ها. چشم. استاد انصاری سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی مختصر بفرمایید برادر. چشم استاد. میخواستم به آقای علی شریفی بگم که واقعا نوه عبدالله ابن سبا یهودی هستی. خودتون نمیتونی با پیروان حضرت عمر درگیر کنی. برو همون لوله کشی رو بکن، یکم خجالت بکش. با استاد سجودی تو شبکه کلمه اون همه رو در رو این همه دروغ گفتی. من نمیدونم تو این دروغ از کجا میاری واقعا. یکم خجالت، یه ذره شرم و حیا رو واقعا اصلا دریدین همه چی رو. درست. خدا هدایتتون کنه اگه قابل هدایتین. همین استاد انصاری از شما خیلی ممنونم. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعالفتون کنه. تشکر. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. من از تبریز زنگ میزنم آقای انصاری. از تبریز بفرمایید. میگم خسته نباشید. این آقای شریفی آبروی همه این مردم رو بردش. آقای الله المستعان. خدا وکیلی من نمیدونم چجوری بگم. اومدی تو شبکه کلمه، اومدی همین چهارها رو چرده فرار کرد. من به نظر من این که تو تلویزیون نیاد بهتره. ما یه چند وقت میشه از اینا دور شدیم آقای انصاری. اینا الحمدلله کلا اینا رو ول کردیم. الله اکبر. الله واقعیت اومدیم این شبکه‌های شما رو نگاه میکنیم. شما رو خیلی دوست داریم آقای انصاری. الله اکبر. شبکه زنده باشید برادر. وکیلی خیلی دروغ گفتن به ما، انقدر دروغ گفتن که اصلا ما باورمون نمیشه که چقدر دروغ گفتن به ما آقای انصاری.
الله که المستعان. همشون دروغگوان. اومدن اینجا گرد خاص میکنن، بله. میرن دیگه با سر کله‌شون پیدا نمیشه، میرن اونجا کلیپ درست میکنن، میگن آره آقای انصاری دروغ گفته. خودشون دروغگوان. آقای انصاری اینا رو اینجا راه ندید. چشم. حیف شما نکرده خدا وکیلی، بی تربیتن. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال شما رو حفظ بکنه و در این راه ثابت قدم بدارد. تشکر میکنم از شما. من دامرده هستم از آقا مزارتون شما انصاری. بفرمایید برادر بزرگوار. آقای انصاری واقعا که دروغگو به هیچ عنوان حافظه نداره، واقعا مشخص شده. الو بله. واقعا به حرفای آقای قزوینی مشخص شد. از 1100 رب به 1130، از 1100 رب به 1111. این از روزی که آقای شریفی شکست خورد از استاد انصاری، حافظه آقای قزوینی کلا به هم ریخته. همچنین آقای قزوینی دیگه حافظه نداره، قبلا حافظه نداشت، الان اصلا حافظه نداره. آقای انصاری واقعا تشکر از برنامه خودتون. تشکر. و از این پیروزی بزرگ شما که آقای پوز آقای شریفی رو به خاک مالیدید. خیلی ممنون و متشکرم. بیشتر وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم. ممنون. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما. تشکر از شما برادر عزیز. من دیشب اون یکی از دوستان رفته بودیم به حساب شب نشینی. این بنده خدا تلویزیونش رو داده بود بخش عربی، داشت فوتبال نگاه میکرد. درست. بعد همینجوری مادر بزرگش و اینا هم همه نشسته بودن. این گزارشگر عربی هر جمله‌ای که داشت گزارش میکرد به زبان عربی، مادر بزرگ این همش میگفت آمین. یعنی بنده خدا فکر کنید داره دعا میکنه. یه ذره واقعا میگم ما شناختمون رو باید زیاد کنیم آقای انصاری. حالا یه سریان میان یه تیمی بود به حساب این مربی میاد تمام بازیکن‌ها رو جمع میکنه، میگه آقا این شماره 11 ما فولوارد ماست، همه به ایشون پاس بدید، ایشون به حریف خوب گل میزنه، به ایشون پاس بدید. آقا وسط بازی همه بازیکن‌ها به این پاس میدادن، ولی این جو تماشاچی گرفته بودش رو به دروازه خودی همیشه حمله میکرد، به خودی میخواد گل بزنه که مربی همش داد میزد آقا جلو اینو بگیرید، یعنی فاجعه به پاس کنه. حالا امثال آقا شریفی هم حالا لطف خداست، اونا هم حالا فعلا دارن گل به خودی میزنن. ما خدا رو شکر میکنیم که توی تیم شماییم و پشت دروازه توپا رو جمع میکنیم و خیلی هم ممنونیم. زنده باشید. زنده باشید. من شب بخیر میگم، ان شاءالله که خسته نباشید. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. سلامت باشید. استاد انصاری من تبریک میگم بابت پیروزی آقای شریفی. من هفته پیش خواستم تماس بگیرم نشد. بفرمایید برادر بزرگوار. فقط یه پیغام من داشتم گذری شبکه ولایت نگاه میکردم. فقط یه پیغام دارم اینجا برسونید، این اطلاع بدین از این دوستای آقای ابوالقاسمی بهشون برسونن. بفرمایید. یعنی اونایی که شما فکر میکنید ما نیستیم. من میشون فکر میکنه بیننده‌های شبکه‌تون چارپان درازگوشن چیان. همش داره از اول برنامه داره دروغ میگه به خود ما نیستیم، ما دیگه فهمیدیم همه چیو. دیگه تمام شد و یه طرفه میگفتید. اصلا یه چرت و پرت خودتون رو به برنامه ولی حتما ببینید که برنامه همزمان با شما هم گذاشتن. این دروغا و چرندیاتی میگه با اون نیشخنده کثافتانش آدم به خدا حرفش رنگ ندونه نگام کنه. تو دیگه ما خر نیستیم که به خدا ببخشید مربوط شبکه شما میزنم و اصلا انقدر خورده، ولی به خدا نمیدونم اونایی که نگاه میکنن شبکه ولایت و ابوالقاسمی و قزوینی فکر میکنن چارپان آدم نیستن، حیوانن. نمیفهمن این آقا داره دروغ میگه. جرأت داری کل مناظره رو پخش کن آقای ابوالقاسمی، جرأت داری پخش کن، چرا تیکه تیکه میبری برای خود میگی و میخندی و موضوعی هم تایید میکنه و تو هم بله بعدا میگی مردی جرأت داری پخش کنی کامل دیگه. انقدر اون شریفی هفته پیش تو پرت گفت شما عصبانی شدی بهش برگشتی گفتی احمق، حالا اون احمق رو پخش کرده میگه که دیدی پشت داد. خب بابا آقای انصاری تحمل کرد شما رو، اگر من بودم همین ذات شیعه‌گری من تو مونده باور کن 10 تا بدتر از اون با آقای شریفی میگفتم. انقدر اصلا مرخوب کرده. شما یه احمق به اونا گفتی اصلا ناراحت شدم دیگه به اون گفت احمق توهین کرد. بابا تو به امام بخاری توهین کردی، به قول شما به امیرالمومنین حدیث توهین کردی. درست.
استاد ببخشید من خور استرس شدم اصلا خودی شبکه‌ای داشتم. تشکر از شما. زنده باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. آقای حسینی بزرگوار، خیلی مختصر، چون میخوایم به احترام بینندگان صداشون رو بشنویم، چون در این برنامه خیلی مختصر نظرتون رو در مورد صحبتایی که شد بفرمایید، خیلی مختصر. بله، من صحبتی با شریفی داشتم، میخواستم بگم که شما الان اگه خود آجای قزوینی بودن همیشه در شبکه میگن که ما معذرت خواهی میکنیم اگر اهانتی کردیم، اگر چیزی گفتیم، اما ایشون چون به تبع اون بزرگوار میخواد بیاد اینجا صحبت کنه، 2 ساعت هم صحبت کنه، حاضر نیست بگه مثلا ما بله اینجا شاید مثلا اشتباهی شده، ما معذرت میخوایم از اهانتی که به اهل سنت شده. و آیه شریفی شما توهین که به شبکه اینها بکنین توهین به تمام اهل سنت میشه و بعدم باعث این همه مسائلی که در دنیا اسلام پیش آمده به واسطه اهانت به عایشه که شده بود و این جنگ و درگیری ها و این مسائلی که پیش آمده و این به قول از قدیم میگفتش که شما که بیاین از کتابای اهل سنت بخواین دین اونها رو بطلان دین اونها رو ثابت کنین، این مثل اینه که اونها هم بیان و بخوان از کتابای شیعه بطلان امامان ما رو حساب کنن. چیزی که عوض داره گله نداره، در حالی که الان شما خودت به ما میگین که از کتابای اهل سنت باید استدلال کردن و از قرآن و از مطالب عقلانی اینا نباید استدلال کرد. خب شما که خودت از آمدین الان از کتابای اهل سنت استدلال کردین که بازم به دام افتادین که و این که آقای قزوینی میاد از 1000 تا 1100 بنده خدای پیرمرد این عدد رو انتخاب میکنه، خب این دیگه معذرت خواهی میخوادی باید بگیم اشتباه کرده. بعد عرضم بوده حضرت عالی، ببینید در رابطه با این قضیه که الان بر علیه شما دارن در ولایت، حالا آقای ابوالقاسم اینا نشستن، من یه گریزی زدم و نگاه کردم، خود دارن یه چیزایی میگن، ولی مطلب اینجاست. ببینید حالا مثلا قبل از اینکه شما جوونا رو خواهید داد، ببینید حدود 2 ماه خورده پیش بود، 2 ماه پیش بود، من با شما زنگ زده بودم یه بار تو همین قضیه که این شریفی اومده بود یه کلیپی درست کرده بود در ندای شیعه بر علیه شما در رابطه با این که گفته ذهبی امام بخاری رو تضعیف کرده، درسته؟ بله. من 15 روز قبلش، یعنی میشه 2 ماه و نیم پیش، من رفتم همین کلیپی که خود شریفی درست که من اینو میگم اینا با من شیعه‌ام، اینا بشنون دیگه رو برن، اینقدر مغلطه نکنن. من 2 ماه و نیم پیش، یعنی قبل اینکه به شما زنگ بزنم، خب من تو سایت اینا زیاد میرم، تو ندای شیعه رفته بودم، رندوم 2-3 تا از اینا رو نگاه کرده بودم، تصادفی همین قضیه دیدم کلیپی که بر علیه شما درست کرده بود در رابطه با تضعیف ذهبی آورده بود. خب بله، عرضم حضورتون که من اون رو نگاه کردم، من ببین اطلاعاتی که نداشتم از قبل، اصلا با شما صحبت نکرده بودم، با کسی صحبت نکرده بودم، میخوام بگم چقدر اطلاع دلایل اینا ضعیفه. خود همون کلیپیه که شریفی با دوستاش درست کرده بود، من 3 بار اونو، خدا شاهده 3 بار وقت گذاشتم اونو نگاه کردم، مدام عقب جلو کردم، های پس و پیش کردم، نگاه کردم، دیدم این آدم انگار عقلش از دست داده، این که بدتر به ضرر خودش، یعنی خودش به طور مستقیم و غیر مستقیم خودش رو زیر سوال میبرد، یعنی هیچ چیز به درد بخوری از توش در نیومد. از من خیلی نگاه کردم، اصلا در نیومد که ذهبی امام بخاری رو تضعیف کرده باشه، اصلا همچین چیزی در نیامد. خدا شاهد من هرچی رو بررسی کردم. خب بنده به عنوان شیعه یا آدم منصف دارم این حرفو میزنم، من رفتم اون رو نگاه کردم، همچین چیزی توش در نمی اومد. هرچند که من دقت کردم دیدم این داره با یه بازیای در بیاره، یه جا رو حذف کرده، یه جا رو اشتباه ترجمه میکنه، اینا رو من متوجه شدم. باز گفتم خب حالا بذار من خوشبینانه‌تر نکنم، هر کار کردم مخلص کردم، سرتون درد نیارم. درست. این آدم هیچ چیزی رو نتونست ثابت کنه، فقط تونسته بود به اون قضیه زهلی و ابو زرعه و ابن ابی حاتم یه سری مطالب از اونا آورده بود، داشت با اونا بازی میکرد، مدام آگراندیسمان میکرد قضیه رو، ولی به هیچ عنوان چیزی از ذهبی که بیاد امام بخاری تضعیف کنه به هیچ عنوان نبود. این داشت خودشو دست و پا میزد آقای قزوینی رو توجیه کنه که سوتی داده بود بین بخاری قرن 3 و 5. خب من کاملا اینو متوجه شدم ازش. و در این نوع دروغایی که اینا به اهل سنت نسبت میدن برای بنده ثابت شده است. مثلا همین چند روز پیش بود من دیدم آقای یزدانی میگفت که امام ذهبی گفته است که امام زمان در سال فلان به دنیا آمده است.
یعنی نظر شخصی خود امام ذهبی. خب در صورتی که عزیز من ایشون به اختیار اون ریفرنس نگاه کنی، ایشون داره از روافض نقل قول میکنه، یعنی میگه روافض، تازه میگه روافض نادان، اون کلمه نادانش هم هست ترجمه کردم. درست. اونها میگویند که همچین عقیده است، نه اینکه خود ذهبی بخواد همچین عقیده داشته باشه. اصلا ذهبی اگه بخواد همچین عقیده داشته باشه، خب بابا میرفت رافضی میشد، مگه رو درواسی داشت با کسی؟ مگه کسی میترسید؟ خب این رافضی میشد خلاص. ببینید اینها از این تلبیس‌ها میکنن، خیلی خنده داره. میگم اون اوایل سال پیش، 9 ماه پیش، اینا خب ما نمیدونستیم مثلا تو مباحث مربوط به توسل، خب اینا می اومدن مثلا از سبکی سمهودی اینجا مثال میزدن، بازی میکردن. حالا نمیان روابط بین سبکی سمهودی حسنی با ابن تیمیه با هلی چه جریانی بوده در اون تاریخ خاص، چه روابطی بین اینها بوده، اینا رو تجزیه تفصیل نمیکنن که بعد اون توسلی که اونها بین هم دیگه جنگ داشتن هیچ ربطی به توسل هلی و قلات شیعه و رافضی اصلا نداره. این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. میاد از سبکی و سمهودی چیز سوء استفاده کنه، یعنی ما رو گاشتن سر کار. ما خب گفتیم ما اونقدر نرفتیم کنکاش کنیم، درسته؟ ما باور کرده بودیم هر چی که گذشت ما دیدیم نه اینها خالیبندان بزرگی هستند. خب حالا یا رفتیم خودمون اینترنت دیدیم ترکیم، از شما یاد گرفتیم و بقیه دوستانتون، اینا خالیبندان بزرگی هستن عزیز من. اینم جواب من به عنوان شیعه دادم، اون کلیپ شریفی دیدم. حالا های بیاد نمیدونم اونجا از اون کارهای عجیب غریب چی الان داره برای شما انجام میدن. ما زنگ زدیم قطع نکرد، نمیدونم آقای انصاری صدای ما رو قطع وصل کرد، وقت ما رو کم و زیاد کرد، از این حرفای بیخود. کل اگه اون میتونست جواب بده در عرض 2-3 دقیقه میشد جواب داد. آقای انصاری شما به قول یکی از دوستان میگفت بردیش بغل رینگ، خب شریفی رو بردی بغل رینگ، چپ و راستش کردی، این ناکداون شد، به راند سوم نرسید، خود زمین. عزیز من هرچند ما تا 10 شمردیم شریفی از جاش بلند نشد، حالا داره دست و پا میزنه بزنه. خدمت شما عرض کنم استاد عزیز، اینجوری که دوستان زنگ میکنن میگن اون شبکه اینقدر شلوغ کرده، معلوم میشه که این قضیه خیلی جالب بوده که دوستان اونور ذره به وجد اومد. خدمت شما عرض کنم که آقای انصاری میگن که یه بنده خدایی تا حالا بوته خربوزه و هندونه رو ندیده بود، این یه دفعه با درخت گردو مواجه میشه. میگه درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربزه الله اکبر. ما اینقدر به اینا داریم، اینقدر همه این صحبت اینه که به این آقایون بگیم آقا هر گردی گردون نیست. این بحث اون هفته هم همین بود که آقا امام بخاری با اون آقا بخاری دیگه فرق میکنه و آقا عذرخواهی هم گذاشتن برای همین. همه اشتباه میکنن. آقا یک کلمه اشتباه کردیم قضیه تمام میشه. چرا اینقدر میگه اگه برای یک خطا 1000 دلیل بیاوری 1000 خطا مرتکب شدیم، حالا چرا این خطا رو ما بیشترش کنیم؟ بابا من میگم گاهی وقتا میگم آقا انصاری واقعا دم این پنگوئن کرد. شما نیا کن ببین یه قد کوتاه ولی با شهامت لاتی را میره، هیچ کی مثل اون نمیتونه لاتی را بره. آقا اینا میذاره وجود داشته باشن، قشنگ مشتیوار بیان یه عذرخواهی کنن، قضیه کنن، میگه آقا دیگه اینقدر شلوغ کردن که به همین دلیل واقعا هم حتاکیاش، خب اصلا حتاکی نمیپذیرن. هیچ انسان سلیم النفسی قبول نمیکنه حتاکیاشو به این صورت. هیچ انسان سلیم النفسی قبول نمیکنه حتاکیاشو به این صورت. آقا چرا حرف منو قطع میکنید؟ انتو قول ندید 5 دقیقه ساکت باشی. اگر که چپ و راست رفتی من گفتم که من قطعت میکنم. خائنی هستی که تو حرف میپری تا وقتی میپری. فحاشی نکن. منافق و خائن رو بینندگان عزیز میشناسن. چرا 5 دقیقه من قطع کردی؟ چرا اصلا قطع کردی؟ آقا در چارچوب موضوع صحبت بکن. دقیقاً تو موضوعه. من دارم موضوع رو مشخص میکنم. یک نص از امام ذهبی بیار که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. بسم الله. ساکت باش. آقا تو ساکت باش گوش کن. کنم. من نفاق تو نشون بدم، هم کذب تو، هم دروغگویی تو، هم دزدی. بینندگان عزیز و گرامی، قضاوت با شما عزیزان. این آقای علی شریفی بود به نمایندگی از قزوینی. خیلی دوست داشت که با من مناظره بکنه. تضعیف این سه تا علما اهل سنت میرن به خاطر که این دزدای آخر زمان که ملاذ پول دیدن. آقای علی شریف فرار نکن، قضیه ملازاده رو مطرح نکن. آقای علی شریفی شما مرد هستی، از استاد دروغگو دفاع بکن. بسم الله. گفتی شریفی گفته غلط کردی، گفتی چون تو دیوان الضعف و متروکین نیست.
گند زدی امشب آبرو حتی وهابی می‌بردی. من دارم صحبت می‌کنم تا می‌بینید گند زدی می‌خوام دروغ تو کنم. نه خیر، دروغ نیست. شما میخوای حاشیه بری وقت رو تلف بکنی. آبرو تو موقعی رفت پول ملاذ ببین آقای شریفی منافقت نکن. مرد باش، 1 کیلو باش، مرد باش. حرف قزوینی رو دوستان کلیپش آماده بکنن. نص حرف قزوینی رو ما پخش کردیم، الان هم دوستان آماده میکنن پخش میکنیم. شما لطفاً بگو که ذهبی در کجا محمد ابن اسماعیل بخاری رو گفته که ثقه نیست و ضعیف است. بسم الله، 1 کلمه از ذهبی بیار. خب تو که میگی 3 ماه منتظری که من تو همین شما 20 دفعه زنگ زدم قطعم کردی که دروغ گفت. به خاطر که بی‌ادبی، به خاطر اینکه تربیت نداری. اگر ادب و تربیت داشته باشی، اینجا کسانی اومدن 1 ساعت هم با من صحبت کردن، من قد نکردم. من از دروغ‌های بقیه‌شون میگذرم سراغ همین موضوعی که این آقا میگه میرم. بسم الله. وقت اینقدر تو سواد نداری. خب بی سواد اسم این کتاب ثقاتی که لین بهشون عزیزم در به عنوان یک شخصیت آقا این دیوان از ضعفا و المتروکین دوستان عزیز نشون بدن. آقای انصاری تو اگه سواد داشتی میفهمیدی. آقای انصاری خب تو که نمیفهمی. بسم الله. نامرد اون کسی که قول میده و زیر قولش میزنه. گفتی 5 دقیقه وقت میدم این حرف ذهبی رو میخوام بزنم. چرا قسم می‌خوری؟ بفرما حرف خود ذهبی در کجا گفته؟ آقا این دفعه اگر اومدی تو حرفم مشخص میشه نامرد کیه. من آقای نامحترم 2 دقیقه ساکت باش بحث لفظ بذار جواب. آقای محترم آقا 3 دقیقه تایم تو بگی تو حرف من نپس 3 دقیقه وقت من بده تو موضوع هم دارم صحبت میکنم. علی که حاشیه هم نره. این کوچه بازی هم در نیاد. 3 دقیقه تایمر بذار. آقای علی شریفی لطفاً صحبت بکنید در مورد دروغ قزوینی که گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری رو ذهبی تضعیف کرده. خواهش تایمر نمیذارم، همینجا تایم، همه بینندگان تایم بگیرن. بسم الله. ساکت باش حرف من نپس. مؤدب صحبت بکن در مورد موضوع. 1 کلمه خارج از موضوع صحبت نمی‌کنی. دیگه ای بابا مسخرهشو در آوردی تو با این اخلاقت. ساکت باش 3 دقیقه دیگه. خب تو اگر مردی تو حرفم نپر. بسم الله ساکت باشی پس. من بالا کوه تو حساب کن. شما جهمیه رو کافر می‌دونی، یعنی از نظر آقای زهلی بخاری کافره. قرآن بوده؟ حاتم دروغ گوید. قرآن بوده؟ حاتم دروغ گوید. این نفاق ذهبی رو نشون میده. بسم الله. دروغ عبدالقدوس دهخان من رو کنم اینجا. توهین نکن آقای شریفی. مرد باش، گفتم 1 کیلو باش، مرد باش و حرف ذهبی رو بیار که در مورد امام محمد ابن اسماعیل بخاری گفته باشه. مثل سگ میترسی تو که ور تو مثل عضو هم خر تو گل فرو بری دیگه نتونی بیای بیرون. خب عقل این آقا به اندازه گاوه. این آقا مثل مگسی که دنبال این هست که فقط بره جاهای آلوده بنشینی. از این مادرهای مشنگشون سوال کنن که چیکار کردن. این احمقها اینقدر پست باشن، اینقدر رذل باشن، به قول میگن شرم و بی‌حیایی حد داره. دیگه به قول آبرو حیثیتی برای تو برای شما عرض کنم نماند. این خل و چل برای مال خلیایی شده. آقا این دیوانه است. این عقل نداره، شعور نداره، سواد نداره. اینقدر لامذهب و بیدین باشن و از دایره انسانیت بیرون میدانیم که به اراذل و اوباش نمیدونم اراذل باشه از کدام به قول کوچه و پس کوچه پیدا میکنه. زنای فاحشه بهتر از اینا بلد فحش بده. در شبکه‌های شیطانی مثل رهبرشون شیطان الاسلام که واقعا ابلیس الابالسه بایدم این چنین باشه. بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت بر این وجدان. ای اف بر این وجدان. لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن بر شما و بر پدر مادر شما که اینطور بی‌حیا شما رو تربیت کرده و بر اساتید شما عربده کشیدن. خب آقا شما جاهل هستید. در حقیقت دوستانی که این انتخاب کرده بودن دستشون درد نکنه، یعنی واقعا نمایش دادن سواد و به قول فضل این کارشناس. بینندگان گرامی، حالا به نظر شما کدام گزینه در مورد جناب آیت الله صدق می کند؟ 1. سگ، گاو، خر و مگس خواندن مخالفان و تهمت فاحشگی به مادرانشان در مذهب جناب آیت الله از مکارم اخلاق است. 2. جناب آیت الله پس از رسوایی‌های متعدد و کم آوردن در مقابل شبکه‌های اهل سنت
به فرموده خودشان راه و روش زنان فاحشه و اراذل و اوباش را اختیار کرده و به فحاشی پرداختند. جناب آیت الله، اگر آنچه گذشت بی ادبی و توهین نیست بلکه نزد شما نوعی احترام است، محترمانه قاموس ادبتان به طور کامل نصیب خودتان باد.